آره لیمیت عقب رفتن پیدا کردم، اینقدر که عقب وستم همچنان خوبه، نزدیکم دیگه. چطوری، خوبی؟ قربان تو، سلامت باشی. الان آفیشالی شروع شده یا نه؟ حالا زدم ریکورد بشه دیگه. آره حالا قبلی که انجام شده باشه سری جدید و با ریکوردینگ 2.0 الان ریکوردش کنیم. آره همجوری داری میری جلو، بهترش داری میکنی. ایوالو بشه دیگه، یعنی اکسپلور. چیزو خیلی دوست دارم، این که مدل آدیو بود و دوست دارم. آدیو یه خوبیا داره تو پادکست یا حرف زدن، یه بدی داره. مثلا من تو تجربه اول که انجام دادم 5 تا اپیزود داشتیم، 4 تاش یعنی 3 تاش جالب، اتفاقا 3 تاش فقط آدیو بود که اتفاقا جالبه. حالا نمیدونم دارم تعمیم درسته یا نه، ولی اونایی که آقایون بودن ترجیح میدادن که آدیو باشه. با خانوما که حرف زدم به من میگفتن که سخته که فقط آدیو باهات حرف بزنم، میخوام که تصویری هم فیدبک داشته باشم. که یکیشون رو در رو شد، یکی دیگرشون همینجوری در واقع زوم دادیم ولی ریکورد خب زومش رو به هر حال پخش نکردیم. ولی برای خیلی آدیو این حس، برای خودم هم گاهی اینو میده، حس اینو میده که انگار میتونی تو کنج خودت فرو بری، فکر کنی، حرف بزنی. ویدیو شاید نمیدونم، شاید یه دیسترکشن جدید میده، شاید یه مدل دیگه ای میبینید، شاید دنبال فیدبک گرفتن از طرف مقابلتی، یه کمی یه لول دیگه اینفورمیشن بهش اضافه میکنه که یه جور دیگه میکنه ریاکشنمونو. ولی خب خیلی نزدیکش میکنه. obviously الان که دارم باهات حرف میزنم حس این که الان میتونم ببینمت یا هم مثلا میدونی میمیک صورتت هم که فیدبک میگیرم، خب چیز جالبیه دیگه، یه تفاوت واقعا با آدیوه. حالا من فکر کنم تو هم این خودم باشی. من معمولا وقتی که تو یوتیوب چیزی نمیتونم بگم نگاه میکنم، یوتیوب وقت خیلی میذارم ولی اکثرا دارم گوش میکنم، چون همزمان باهاش دارم یه کار دیگه هم میکنم. حالا نمیگم خوبه، ولی چون انقدر ما وقتای اون مدلی پرتی داریم، خرید کردن، خونه جمع کردن، ماشین شستن، هزار تا کار دیگه داریم، بعد همزمان باهاش وقت داریم که یه کار دیگه بکنیم و خیلی تایم خوبیه برای اینکه برسی به این چیزا. همینطور با کسی صحبت کردن، اینه که معمولا وقتی با هم داریم صحبت میکنیم، من هر موقع زنگ میزنم یا تو جیمی یا یه کاری میکنم، بالای کو بودم اسنوبورد یه بار داشتم میکردم با هم حرف زدیم. آره همیشه داری یه کاری میکنی، منم دارم برای یه کاری میکنم. خوب بوده دیگه. آره ولی میفهمم چی میگی. من مثلا جو روگن رو که خب آبیسی میشناسی، بعضی موقع که دیدی دیگه مثلا حالا هم رو پادکست میذاره، رو اسپاتیفای میذاره، هم رو یوتیوب میذاره، 2 ساعت و نیم اپیزوداش طول میکشه. منم ترجیح میدم، جالبه که ویدیوشو باز کنم به جای اینکه اسپاتیفایش رو گوش کنم، با اینکه به قول تو کارهای دیگه هم میکنم، ولی اگه یه جایی خیلی برام جالب باشه انگار برمیگردم عقب، میخوام ببینم اون ریاکشن آدما رو، میخوام ویدیوشو ببینم، بعد دوباره کار دیگه مالتی تاسکینگ میکنم، بعد دوباره. بعضی موقع جالبه انگار که دلت میخواد اون لحظه رو کامل ببینی چه اتفاقی افتاد مثلا. یه چیز دیگه که خب Unmasked Dialogue، گفتگو بی نقاب که حالا چیز من بود داشت، این بودش که میدونی مثلا یه پادکستی مثل جو روگن obviously خب اولش که شروع کرد انقدر گنده نبوده، ولی خیلی سریع اولیا بود، خیلی آدمای سلبریتی رو میارورد و میاره و حرف میزنه. تو ایران هم یه سری بچه‌ها دیدم دارن این کار میکنن که مثلا سعی میکنن آدمای معروف رو بیارن. خب آدمای معروف رو که میاری شنونده‌شو با خودش میاره. ولی حالا من یه ایده دیگه‌ای که داشتم، یه دونه پادکست آمریکایی هست که کریس گاترد اینو انجام میداد. من اینو سالها گوش میدادم تو آمریکا، خیلی جالبه، به توصیه میکنم اگه گوش ندادی چوز کنی. اسمش هست Anonymous. بعد این در واقع به آدما زنگ میزنن بهش، به توییتش قبلا توییت میکردن که ما میخوایم باهات حرف بزنیم، بعد این 1 ساعت تلفن باز میشد، به اون آدم به اون شماره زنگ میزد، بعد ریکورد میکرد، آدمی که تو اصلا نمیدونستی کی هست، چیه، کجاست،
فقط کریس خیلی آدم کنجکاویه دیگه. هی چطوری؟ خوب. خیلی هم آنست، خیلی جنیونه. یعنی مثلا وقتی حرف میزدن طرف میگفت چطوری، نمیگفت مرسی خوبم، قشنگ براش توضیح میداد. بعد درد خیلی سریع آدما یخشون آب میشد، میتونستن حرف بزنن. 10 دقیقه یه رو تو بحث با این آدم که نمیدونی اصلا کیه کجا زنگ زده، طرف سفره دلشو پهن میکرد، یه چیزایی میگفت که باور کردنی نبود، اصلا باور کردنی نبود. یعنی مثلا چه میدونم، یه شهر دور افتاده، یه روستایی، شهر گنده‌ای، اتفاقای عجیب غریبی که براشون افتاده بود تو ریلیشنشون، نمیدونم تو چیزای مذهبی که داشتن. بعد برای من خیلی جالب بود، یعنی برام یه حس اینو میداد که اینم چقدر چیز جالبیه. یکی ایده‌های من برای گفتگو بی‌نقاب چیزا این بودش که این حالا چند تایی که دادم بیرون، خب obviously فکرمون این بود که ببینیم مثلا یه قسمتش بر خودم بود، دلم می‌خواست با دوستا با آدمای دیگه بیشتر کانکت بشم، به جای 5 دقیقه حرف زدن 1 ساعت حرف بزنم. یه قسمتش هم این بودش که اگه آدمای دیگه شنیدن به همون onmaskdialogue@gmail.com مثلا ایمیل بزنن، بگن هی منم دوست دارم که حرف بزنم. من کسی که اصلا من نمیشناسم بگم sure یه ساعت بیا با هم حرف بزنیم، شاید این آدم یه چیزی داره. میدونی خوبیش اینه که وقتی اسم و رسم گفته نمیشه، اصلا طرف چیزی نداره که بخواد بفروشه، دروغ بگه، چیزی برای قایم. خیلی وقتا هم خیلی راحت‌تر یه سری حرفا رو میزنه که در حالت عادی وقتی شناساییم همه هی 100 تا فیلتر بر خودمون میذاریم دیگه، بخاطر همین شاید اونقدر چیز نشه. ولی حالا تو این 2.0 که الان دارم با چیز میکنم، دارم فکر میکنم اگه بشه دوتاش خوبه. یعنی هم تصویری باشه برای کسایی که میشناسمشون یا اینکه مشکلی ندارن، یا اینکه اصلا بگو سلبریتی اگه بعدن یه کسی خواست حرف بزنه. ولی یه قسمت هم میتونه همین باشه، تو قسمت انانیمسش اگه کسی گفت که میخوام حرف بزنم، پادکست باشه و بره جلو. من کارهای قبلی تو خیلی دوست داشتم، اون چند تایی که درست کردی. حالا من تو همون تلگرام پلی میکردم، گوش میکردم. بعد قشنگیش اینه که من دقیقا همون سبکیه که من دوست دارم و بهش عادت کردم. یعنی یه 2 نفر آدم نشستن و هم کانورسیشن دارن، تو انگار نفر سومی که حرف نمیزنی، فقط داری به این گوش میکنی و این صحبت این دوتا خیلی جذاب و شیرینه. هرچند مثلا ممکنه یه جاهای موافق هم نباشی که اوکیه، یعنی قرار نیست همیشه آدم با همه چی موافق باشه، ولی خیلی سبک کاراتو خیلی دوست داشتم، خیلی نزدیکه به این چیزی که الان بیشتر روزم و در واقع همین مدل چیزا رو گوش میکنم، گفتگوهای این مدلی رو من دارم گوش میکنم. از اینکه مثلا یه نفر تکی برنامه بسازه جذاب‌تره. وقتی یه نفر مونولوگ داره میره خیلی باید فالو کنی خود طرفو، ولی بک اند فورت وقتی میره با هم دیگه گفتگو دارن، این وسط یه دفعه اون یکی دیگه برمی‌داره یه چراغ میندازه یه جای دیگه خیلی جالب میشه. کشش قضیه خیلی بالاتره به نظر من. آره دیگه، میدونیم مثلا استراکچر نداره. الان دنبال این نبودیم که یه چیز برای اینکه اصلا آخه واقعیتشونه. خب حالا شاید توی یه موضوعاتی من یه چیزی بدونم، شاید با اون دوستی یا آشنایی هر که حرف میزنم اون چیزای بیشتری بدونه، ولی میدونی اکسپرت قضیه که نیستیم. نمیتونم بگم ما الان بی بی سیم اکسپرت مثلا سابجکت اکس رو دعوت کردیم، بعد میخوام تازه اونم دعوت میکنم 10 نفر دیگه بهش میگم بابا تو نمیدونی غلطه فلان. خب اصلا که این کلیم رو نداریم، مثلا اینو نمیخوام بگیم. بنابراین همین حس این که hey let's gap، بعد ببینیم به کجا میره ارگانیکلی، اتفاقا خیلی کانکتینگ. و این که تو میگم درسته، اصلا مگه میشه الان 2 نفر حرف بزنی همه با هم اگری باشن؟ اونم تو این دنیایی که الان almost یه موضوع نمیشه گفت که پولارایز نشده باشه، آدم ها 2 سری طیفش نباشن. وقتی من حسم اینه که به جای اینکه فکر کنم که من میخوام برای کسی دیگه حرف بزنم، که تو میگی من الان دوست دارم با تو دوستم، با اون آدمی که حالا هر کسی که دوست داره تایم بگذرونم، let's have fun. اگه به قول تو یکی هم اومد ایز دراپ کرد گوش داد، میگه ای چه جالب، منم دوست دارم بشنوم این 2 تا دوست چی دارن به هم میگن. خب حالا بک دراپت بگو، چی شد که رفتی رو کشتی رو پاسیفیک اوشن؟ گفتم که اون بک‌گراندم اتاقو کلا حذفش بکنم. ببین الان تو بک‌گراندت داره یه اینفورمیشنی میده.
خب بعد کاورش کنم. آره گفتم شاید مثلا اون اینفورمیشنی که اتاق من داره میده مثلا خودش باعث بشه که یه ذهنیتی آدم رو پیدا بکنن در مورد اینکه آقا این آدم کیه و چیه. Interesting. گفتم بذار اینو برش دارم. خب الان ذهنیتی که من میگیرم و بکدراپ تو اینه که اگه نمیگفتی که بکدراپه، مثلا البته خب هدست تو صندلی دا obviously it's giving it away، اما اگه نبود مثلا میتونستی بگی که من خیلی پول دارم، این یاتمه، الان دارم مثلا تو Indian Ocean کروز میکنم. ولی خب تو هامبل بودی، سری گفتی که نه این بکدراپ هم اینقدرم طبیعی نباید باشه القاعده تصویرها خیلی خوبه، بالا پایین هم میره، یعنی قشنگ یه ساعت دیگه شاید شده بک‌گراند با توجه به جایی که نشستی تکون میخوره. آره. خب حالا هوای ساکرامنتو چطوره؟ گرم و آفتابی؟ خوبه، به سمت خنک شدن داره میره دیگه، از اون گرماش در اومدیم دیگه، میشه گفت داریم میریم تو پاییز. از بالای 110 درجه به بالای 100 درجه. نه امروز فکر میکنم زیر 80 حتی. اوکی، خنک شده. آره هوا. ببین خیلی جالبه که ما اومدیم توی آمریکا زندگی کردیم، الان من از اون ورش دیگه مشکل دارم، مثلا وقتی میگم 80 سلسیوس نمیتونی بگی. سلسیوسش چی؟ آره that's good. ببین من همیشه اینجوری یاد میگم، من میگم 74.5 میشه 20 درجه سلسیوس، درست میگم؟ 32 تا بهش اضافه ضرب در 2 باید بکنی، 20 ضرب در 2 میشه 40، 32 تا بهش اضافه کنی میشه 72. 72.3 میشه 20 درجه سلسیوس. بعد دیگه بقیه‌اش رو با تخمین حدودی 1-2 برابر، چون هر فارنهایت تا من همونجا پیاده شدم. ببین 80 درجه رو 32 تا کم کن میشه 50 تقسیم بر 2 کن میشه 25. من نمیخوام این کارو بکنم، من اصلا چیزترین فعالیت اضافه به ذهنم نمیخوام، من یا میدونم یه چیزی رو یا یادی نمیدونم. بابا تو مهندسی نمیخوای ضرب تقسیم کنی؟ دیگه نمیخوای. یعنی ذهن‌ها تنبله دیگه، چیزی نداره، تو میتونی یه مهندس تنبل باشی. من جدیدن این همه این چیزای ساده رو از چت جی پی تی میپرسم، یعنی دیگه گوگل که نمیکنم، به چت جی پی تی میگم این مثلا چی میشه، سریع برام میگه. آقا من اصلا اینقدر از این چت جی پی تی دارم استفاده میکنم دیگه، خودم خجالت میگیرم، تمام ایمیل‌ها و اینا رو همه رو میدم اون مینویسه. پریروزی اتفاقا تولد دوستمون بود، یه چیزی کتابی براش گرفته بودم توش نوشته بودم و اونجا که دادم خوند همه گفتن دادی چت جی پی تی، گفتم الان دیگه خیلی هم تابلوه، چون تفاوت خروجیش انقدر ملموسه که هیچکی باورت نمیشه. آره دقیقا این بودش که من خودم فکر این بود که یه جایی میخواستم یه سخنرانی حرف بزنم، بعد از چت جی پی تی استفاده کردم، کلی هم عوضش کردم، بعد خودم نگاهش کردم گفتم نه واقعا ولش کن، چون اصلا این تابلوه که اینو من اگه از اول شروع میکردم مینوشتم به اینجا نمیرسید. ولی خب البته بعضی البته توییکش میتونی کنی دیگه، مثلا میتونی بگی که این غلط توش داشته باش. آره زبونش رو عوض کن، اینا رو اضافه کن، یه دو سه تا بهش اصلا میتونی بهش بگی که یکی دو تا اشتباه هم داشته باش، با نمیدونم آره میتونی بگی در حد مثلا های اسکول دقیقاً. آره میتونی. آره واقعا من سر اینم خیلی فکر کردم که ببین ناگزیر به اینجا داریم میریم، اول آخرش میریم. این همین تصویری که بالا سر من میبینی، نمیدونم میبینی یا نه، اینو چند ماه پیش یه جورایی شبیه اونه، ولی حالا آرتی که خودم کشیدم، آرتی که خودم با چت جی پی تی تقریبا 6-7 ماه پیش کشیدم. آره بعد این خیلی بک اند فورث بود، یه سیاره کوچیکه، حالا یه جورایی شاید خودمم، حالا حسم این بوده بچگی خودمه، با اونم سگ خودمه که اتفاقا عکسایی که خودم ازش گرفتم تو این گذاشتم، بقیه اینا هم اون مثلا پشت کهکشانم عکس واقعیه، من روش چیز کردم. با چت جی پی تی که میگیری خیلی ناقص و خراب و اینا، بهت یه چیزایی، البته چت جی پی تی که نبود، دالی بود دیگه، مال اون یکی اوپن آی که نقاشی میکرد، ولی خیلی بک اند فورث بود، یعنی شاید همین چند ساعت بک اند فورث بود که بگیری، بعد دوباره توی نرم افزار گرافیکی کلی روش کار کردم تا مثلا شد این. اتفاقا زیاد انجام دادم، یه 4-5 انجام دادم، بعد
خیلی سر این فکر میکردم که حتی مثلا اگه من یه نمایشگاه بذارم، اینا رو بذارم، باید بگم که این اثر مشترک من و ایایه. خیلی آنست هم میگم، همین که واقعا که زیرش میخواستم پرامپتا رو پرینت بگیرم، چون خیلی از عکس‌ها پرامپتاش چند 10 صفحه میشد. این نبود که مثلا تو الان بگی اینو بزن بهت بگه بیا، برای اینکه اون چیزی که تو ویژنی که تو داری تا اون برسه بهش، بعدش هم کلی هم بعد دوباره عوضش میکردم تا بازم برسه به اون. من راجع به خیلی فکر کردم که این یه میدیوم جدیده. مثل اینه که اگه اولی که فقط مداد بود، گرافیت بود، مثلا اگه بهش رنگ روغن میدادن، بعد یه کسی میومد میگه او رنگ روغن تو الان داری چیت میکنی اصلا دیگه نمیشه که. میگن نه آقا جون چرا، مثلا اینم چیز جدیده. یا بعدش دیجیتال آرت که اومد با کامپیوتر همه نقاشی میکردن یا میکشتن، خیلی همین حرفو میزدن، میگفتن که چیزی که با دستت نکشی که این که آرت نیست که. بعد میشد که نکی گفته چرا تو تعریف میکنی اون میدیوم میشه. حس من اینه که اینم الان میدیوم جدیده، یعنی obviously همش مال من نیست، مهارت‌های من نیست، یه قسمتش مال اونه، ولی هر میدیومی یه چیزایی، قابلیت‌های جدیدی به تو میده که قبلی نداشت و این کمکت میکنه که باش بری جلو دیگه. آره نه دقیقا همینجوری که میگی، یعنی چیز خیلی جذابی هم هست. نگاه کن هر میدیوم جدیدی هم که به زندگی بشر میاد با خودش کلی داستانا میاره دیگه. مثلا تصور کن اون روزی که رادیو برای اولین بار اومد، یه مدت خیلی طولانی قبلش همه روی استیج نمایش را میکردن. اون فانترین چیزی بود که مردم میدونستن، تو همه شهرها هم نبود. رادیو که اومد چه تحولی بود، چقدر بیزینس ها بوم کرد، چای خونه ها، قهوه خونه ها دیگه. چه میدونم روزنامه که نبود قبلش یه دوره‌ای، روزنامه اومد چقدر با خودش داستان آورد، چقدر عوض شد زندگی ها. تلویزیون، سینما، اینترنت و حالا هم که این داستان هوش مصنوعی که تولید محتوا رو خیلی خیلی دیگه داره راحت میکنه. یعنی فقط کافیه که شما اون ایده ها رو داشته باشی. حالا دیگه هم یه جوریه که داره راحت‌تر میشه. این تو همین 2 سالی که سر زبون افتاده اگه نگاه کنی، از اون نقطه که شروع شده، از اون نقاشی‌هایی که بچه 5 ساله میکشید، الان اومده رسیده به فوتوریالیستیک فوتو. نه اون مال نقاشی 5 ساله ها بود، اون مال 5 ساله ها بود. آره الان ببین چه رشدی کرد. فقط تنها چیزی که من یه مقدار باش مشکل دارم اینه که این دوره خیلی یه دوره خیلی شیرینیه، ولی خیلی سریع میرسه به یه جایی که بعدش دیگه دیفاین نمیشه اصلا. یعنی الان پیشبینی‌های کسایی که آینده پژوه بودن، معروف هاشون این بود که تو بدترین حالت ما سال 2029 میرسیم به AGI. الان حتی من دارم این ور اون ور میخونم کسایی که اظهار نظر میکنن میگن نه بابا سال 2029 خیلی دیره، یعنی AGI ما خیلی زودتر از اون میگیریم. یعنی ما 5 سال دیگه میخوایم برسیم بهشون. اصلا دیدی دیگه چند روز پیش نسخه جدید پیروز استرابری، آره استرابری در حد مثلا ریاضیات و علوم در حد 500 نفر تاپ آمریکا میتونه سالف بکنه. یه دفعه یه جنبش خیلی بزرگی از این نظر کرده. مثلا تو توییتر اینا من میدیدم که بچه‌ها مثلا سوالای کنکور حتی ایران رو بهش داده بودن، حل کرده بود، یا سوالات المپیاد رو داده بودن، حل کرده بود. به اینجا رسیده که مثلا میتونه ریزنینگ بکنه. چند سال دیگه این طبیعتا میتونه بشینه کارایی رو بکنه که کاملا هیومن بوده، مثلا برای آدما بوده. تحقیق و توسعه میتونه باشه، مثلا کشف مواد جدید. یعنی تو علومی وارد بشه که ما مشکل داشتیم به خاطر پیچیده بودنش، بیولوژی، اینجور علوم وارد بشه، چیزای جدید کشف بکنه، بیاد بیرون. Of course. و خب اینا همش خیلی جذابه، ولی مشکلی که باهاش دارم اینه که ضرب آهنگ تغییرات خیلی بالاست. یعنی تو الان مثلا تو این 2 سال، چون این تابعی که ازش داره پیروی میکنه تابع اکسپوننشیال دیگه، تابع نماییه.
تو این 2 سالی که گذشته رو ما میتونیم به عنوان یه سمپل در نظر بگیریم از اون چیزی که مثلا تو 20 سال آینده میخوایم ببینیم و شیب این نمودار تو این 2 سال انقدر تازه شیب بالایی نبوده، تازه شروع داستان هوش مصنوعی بوده، جایی بوده که ما برای اولین بار عموم مردم هوش مصنوعی به گوششون خورده. حالا قبلا محققان اینا داشتن روش کار می‌کردن به کنار، ولی چیزی بوده که تو زندگی برای اولین بار وارد شده که مردم شنیدن که تو میتونی الان بری مثلا نقاشی کنی باهاش، میتونی بهش پرامپت بدی، اون خروجیش بده، یه چیز دیگه بده. 2 ساله عملاً وارد شده و توی این 2 سال تو می‌بینی او چه پیشرفت وحشتناکی کرده تو همین 2 سال. یعنی الان اگه بخوای با بحث AI تو همین چیزی که داریم استفاده می‌کنیم باش همراه بشی، باید دائما هر روز هر هفته بشینی چیزی بخونی، خودت آپدیت کنی، چون چیزی که داری می‌کنی مال یه ماه پیشه. اگه نخونده باشی اطلاعات یه ماه پیشو داری که دیگه اون اطلاعات یه ماه پیش الان نیست، یه چیز جدیدتریه. و تو تصور کن مثلا 10 سال دیگه به این وقت بدی، این اتفاق تقریبا ساعتی میفته دیگه. یعنی مثلا تو صبح که پا میشی AI تواناییش یه چیزیه، شب که میخوای بری یه چیز دیگه، یه کار دیگه داره میکنه و این کاری دیگه که داره میکنه خیلی متفاوت از قبلی است. و این یه مقدار این که ما آدما این توانایی به نظر من نداریم که انقدر سریع بتونیم اداپته بشیم با همه چی. کاملا درسته. یه چیزی که میخواستم بگم اینه که حالا من فکر می‌کنم بیشترین کانسرن فقط همین نیست که حالا شاید مثلا تو، من، اون کسایی که علاقه دارن به موضوع رو پیگیری میکنن، راجبش خبر میخونن، ولی واقعیت اصلا تهش اینه که ما فرصت اینو میکنیم که راجبش بفهمیم که فلان استرابری الان اومد که این ریزنینگ انجام میده برای اوپن ای آی مثلا. ما که اپلایش نکردیم، یعنی فاندامنتال مدل جدیدو که یاد نگرفتیم، که میدونی اصلا مدل 10 سال پیش نیست که میگفتن کامپیوتر ساینس انقدر سریع داره ایوالو میکنه که تو اگه بخوای تاپش بمونی هر رو بعد این لنگویج جدید یاد بگیری یا فلان موضوع رو یاد بگیری. الان اصلا فقط میتونی بفهمی الان کجای کار هست، من زندگیمو چجوری بر اساسش تطبیق بدم. برای اینکه همین الان این استرابری که ریزنینگ میکنه، به قول تو بچه‌ها دادن المپیادو حل کرد. سوال اصلا این، اگه من الان مسئول المپیاد تو ایران بودم میگفتم اصلا کاربرد المپیاد دیگه چیه؟ برای اینکه الان من به تو گفتم فارنهایت و سلسیوس تبدیل کن، تو میگی وو کی دیگه ضرب در 2 تقسیم میکنه، ول کن، رایت، من میذارم تو چت جی پی تی. بعد خب یه سوال همینه که اگه واقعا اینه، ما چه نیازی داریم آدما رو وقتمون رو انقدر بگردیم یه آدمی رو پیدا کنیم که خودشو کشته که بتونه 2 تا مثلا المپیاد فیزیک و شیمی و فلان حل بکنه؟ خب اینو میدیم اوپن ای آی برامون حل میکنه و همه هم میشن اون، اصلا نیازی نداره ما این همه خرج و بودجه بریزیم برای مثلا همه. این سوالا رو که میکنی به نظر کانسرن یا ترسناکی میشه، برای اینکه هر کی بعد این سوال راجع به خودش بپرسه، بگه اصلا من الان دارم تو زندگیم چیکار میکنم الان این، و واقعا به قول تو داره هنوز 2 سال نشده، چون اکتبر اومد اوپن ای آی بیرون، یعنی واقعا هنوز 2 سال نشده رسیدیم به ریزنینگ. و سوال اینه که تاثیر این روی کار من، رشته من، حالا مثلا من حسم اینه ما، نسل ما که حالا تو ایران مدرک گرفتیم، تو آمریکا مدرک گرفتیم، ولی وقت داشتیم که کار بکنیم چند سال، یه جایی هستیم که میگیم اوکی حالا دیگه اینم هر جا بیاد بالاخره با چنگ و دندون یه ذره عوض میکنیم جامون رو، یک اسکیل ست جدید پیدا میکنیم، حالا میمونیم خودمون رو نگه می‌داریم دیگه. نگاه بکنی انگار نصف راه اومدیم نصف دیگه‌اش بریم بازنشستگی دیگه. حالا هوپفولی تا اون موقع صندوق بازنشستگی تو آمریکا وجود داشته باشه، ولی نسل جوان برام به نظرم خیلی براشون ترسناکه. برای اینکه اگه یه الان تو 20 سالت باشه، بعد یکی بهت بگه بیا برو درس بخون، بیا برو فلان بکن، میگه ببین سال دیگه تو نمیتونی به من بگی ای آی چه شغلاری رو از بین میبره. من چجوری میتونم برم $80,000 $100,000 تو دانشگاه قرض بالا بیارم که میخوام برم فلان رشته رو بخونم؟ اصلا چه کجا معلوم فایده داشته باشه؟ میدونی بعد 10 سال میخوام بر اساسش اینوست بکنم. بعد من واقعا حرفی برای اونا ندارم، برای اینکه این همین که تو میگی سرعت تغییر انقدر بالاست که وقتی ما نمیتونیم بگیم 2 سال دیگه، یه جورایی حس من اینه که
حالا بخوام جوابشو بدم هم اینه که حالا اون چیزی که فکر می‌کنی دوست داری رو انتخاب کن، یه چشی هم به این AI داشته باش، انگار که باید لرزان حالا همون راه قدیم رو برو فعلا تا ببینیم چی پیش میاد. اگه یه چیزی پیش اومد سریع آماده باش که راه تو عوض کنی. آره این ببین uncertainty و عدم قطعیت هی داره بیشتر میشه دیگه و ما آدما عادت نداریم با این کنار اومدن. برامون ترسناک، استرس ایجاد میکنه وقتی چیزی رو نمیدونیم. یه قسمت بزرگی از استرس های زندگی هر کسی جاییه که با عدم قطعیت ها مواجه میشه. ما یه جوری طراحی شدیم که باید بدونیم چه خبر داره میشه. اون به اون آرامش میده. وقتی میذارنمون توی جای تاریک بعدش یه دفعه میترسیم چون نمیدونیم چه خبره، چه اتفاقی قراره بیفته. و این بحث هوش مصنوعی از دیگه از من و تو و ایکس و ایگرگ و زد خیلی فراتره. بحث جهانیه. مثلا تو خود آمریکا من میتونم بگم نامبر وان چیز نشنال سکیوریتی هستن که ما چجوری با این معضل میخوایم در آینده نچندان دور کنار بیایم. تازه الان آمریکا ادوانتج اینو داره که almost تمام تکنولوژی دست آمریکاست، ولی دیر یا زود چین و بقیه هم خواهند داشت و اینو میدونه و به قول تو میدونه که اون موقع او مای گاد چه اتفاقی میفته. خب در عین حال آمریکا چون توی این قضیه جلوه، پیشگامه، این موج زودتر بهش میرسه تا مثلا کشورهای دیگه. ما توی کشوری هم زندگی میکنیم در عین حال که کاپیتالیستیه، یعنی که کشور سرمایه داری، هر کسی بیزینس خودشو داره، کسب و کار خودشو داره و به محض اینکه یه اپورتونیتی پیدا بشه که من میتونم الان 50% هزینه هامو کم بکنم، 100 درجه رفتم سمتش. ببین الان از ربات‌ها خیلی کم داریم میشنویم، هنوز هوش مصنوعی تو رباتیک خیلی به گوش عموم مردم نخورده، ولی من فکر میکنم سال 2025 سال ربات هست. یعنی سال آینده دیگه داریم ربات‌ها رو بیشتر در موردشون میشنویم و احتمالاً توی یه برهه دیگه من و شما بیرون که میریم کم کم شروع میکنیم ربات دیدن. همین الانم دیگه تقریبا خیلی جا میبینی دیگه، تو شهر که قدم میزنی ربات‌ها که غذا برات میارن. یعنی فکر کنم اول اینجا تو آمریکا تو باستن بود، 4-5 سال پیش بود من رفته بودم اونجا، تو سطح شهر میدیدی که غذا رو میآوردن، ولی الان دیگه خیلی همه جا زیاد شده. یعنی سال 2025 شما دیگه کم کم شروع می‌کنید تو رستوران‌ها می‌بینی ربات‌ها جایگزین شدن، تو فست فودها می‌بینی به جای اینکه که اوردر داره میگیره هوش مصنوعی ازت اوردر داره میگیره. بعد عرضم به خدمتت که جاهای مختلف دیگه، هر جایی که تو کارخونه‌ها دیگه ربات‌ها جایگزین میشن، به لحاظ سرمایه داری این خب خیلی میصرفه برای نفری که از شهرمون نیروی انسانی که تو آمریکا خیلی گرونه، خیلی هم قوانین پیچیده داره که حالا مواظب باش پاش پیش نخوره، نمیدونم این نشه اون نشه، داستان داره دیگه، میدونی 1000 تا مشکل داره. 3 شیفت میتونن کار کنن، هیچ موقع کامپلین چیزی هم ندارن. پچ آپگرید هم که هر چند ماه یه بار احتمالاً میگیرن، یعنی یه سری کارا که الان نمیتونن بکنن 3 ماه دیگه اون کارا هم میتونن برات انجام بدن. اینه که خب توی این کشور سرمایه داری طبیعتاً کسایی که صاحب سرمایه هستن میرن این سمتی و معضلی که حالا پیش میاد چیه؟ معضل اینه که خب این نیروی کار رو چیکارش کنیم. مثلا اگر ماشین‌های خودران تو آمریکا دیگه فاینال بشه و شروع بکنن به کار کردن، تخمین اینه که بین 3 تا 3.5 میلیون راننده بیکار میشه. حالا من نمیگم این اتفاق یه شبه میفته، ولی خب با توجه به اینکه دوباره بهت میگم کشور سرمایه داریه، طرف یه محاسبه با خودش میکنه دیگه، میگه من راننده کامیون دارم، یه ناوگان چیزی دارم، مثلا من صاحب والمارت هم یا تارگت هم یا هر چیزی دیگه، میگه من اینقدر تعداد راننده دارم، بعد مثلا اینا سالی اینقدر مایل دارن رانندگی میکنن، چقدر دارم به اینا میدم، اگر اینا رو با ماشین خودران عوض بکنم اونا رو به کار بگیرم برای من چقدر میصرفه. و وقتی اینا رو حساب کتابشو میکنی میبینی من اگه این سرمایه گذاری رو انجام بدم امسال 1 ساله پول خودش رو در آورده. اینقدر جذابه. دیدی آخرین تغییری که تسلا داشت میداد این بودش که تسلا برای سالها داشت پوش میکرد که سوپرچارجرها رو تو آمریکا و دنیا تسلا شروع کرد و پوش کرد که
چون میدونست تا وقتی تو چارجر نداشته باشی همه جا آدما نمیان الکتریک کار بخرن، باید اون باشه تا آدما بیان بخرن. بخاطر همین هنوزم داریم مدل‌های دیگه‌ای که هستن، ولی مجموعاً 4-5 شرکت کمپانی کار که با هم گذاشتن هنوز به اندازه 1/3 شاید مال تسلا پراکنده نیست تو همه آمریکا. خیلی تسلا جلوه. ولی برای اولین بار تسلا اومد گفت که من دیگه روی این پول نمیخوام بذارم، استاپ کرد. نمیدونم میدونی یا نه، اصلا یهو تمام اینوستمنت اورگانایزیشن ایلان ماسک از بین برد. دیگه گفتن که نمیخوایم پول بذاریم سر اینکه سوپرچارجر بذاریم، برای اینکه خیلی برامون وقت میگیره، اینوستمنتش 10 ساله است، پولش خیلی دیر در میاد. میدونه یه جایی همه مارکت دیگه الان کامیتده، بذار بقیه پولشو بدن، ما دیگه نمیخوایم پولشو بدیم. ولی جالب بود حرفی که بعد از اون زد. همه بهش گفتن خب نگاه کن الان همه دیگه گنده های ماشین سازی الان همشون دنبال اینن که الکتریک بشن و همشون هم هوشمند باشن دیگه. یعنی الان تو از مرسدس و بی ام دبلیو و فلان و همه اینا رو نگاه میکنی، آلمانیا، ژاپنیا، چینیا، همشون دارن ماشینا میشن الکتریک که obviously باید بشن، هم دنبال اینن که چیز برن. ولی جالبش این بودش که فکر این آدم این بودش که میگفت اشکال نداره اگه تسلا ببازه مارکتو به این رقبا که دیدی دیگه از همین امسال شروع کرد سهامش اومدن پایین و یه جورایی داره میبازه مارکت شیر رو. گفت ولی ما الان هدفمون اینه که بریم تو در واقع تاکسی های خودران. یعنی حالا دقیقاً فکرش اینه که اوکی من چارجرها رو دارم به اندازه کافی، کارم دارم به اندازه کافی، دیگه اصلا دنبال این نباشم که با این شرکت‌های گنده ماشین سازی لزوما رقابت کنم. مرحله بعد اینه که مثلا یه کاری کنیم چرا آدم خودشون درایو کنن. اگه ما یه سیستم گنده حمل و نقل خوب داشته باشم که ریلایبل باشه، تو شهرم زندگی بکنی، مخصوصا خیلی وقتا چیز میشه که هر موقع خواستی دقیقه بگویم ماشینه بیاد دنبال دم در، برو سر کار دوره بزن بیاد دنبال تو رو ببر اینجا بیار اونجا. و همین الان آلردی میدونم که ویژن تسلا اینه که مرحله بعدی که میخواد بره اینه که تمام پولش و انرژیشو بذاره سر این که بریم تاکسی خودران رو بیاریم که دقیقاً ببینیم بیزنس مدلی که گفتی کاملا منطقیه. یعنی یک من چرا هزینه بکنم رو چیزی که میدونم بقیه در نهایت مجبور میشن برن روش هزینه بکنن. کافیه من روبوتاکسیامو تو خیابون بفرستم، اولا که مشتری ماشینام زیاد میشه، چرا؟ چون یاسری که تو خونه نشسته داره ریموت کار میکنه و ماشین احتیاج داره فعلا، میاد اینو میخره، روبوتاکسی 24 ساعت میره بیرون تو همون پورتلند مسافرکشی میکنه، نصف پولا رو یاسر برمیداره تو خونه نشسته، نصف پولا رو اصلا سوال اینه که اصلا دیگه نیازی نداره به من ماشین رو بفروشه. اتفاقا به نظر من فکرم اینه به مرور هر کسی یعنی نه میخوام بگم تشویق مشوق وجود داره که مردم بخرن محصولشو. میخوام بگم ultimately شرکتی مثل تسلا میتونه فکر کنه دیگه به هیچ کی ماشین نیازی نداره بفروشه، فلیت خودش رو داشته باشه. تو اگه فکر کنی آینده اصلا من خودم خیلی وقتا فکر کنم صنعت ماشین یکی از این efficient ترین صنایع دنیا بوده از تاریخ تا الان که نگاه میکنی. نگاه کن چقدر باید جاده درست میشده که 2 تا ماشین بتونه از این روستا به این روستا برن، بعد از این ده از این شهر از اون فلان برن، بعد تو هر ماشینی معمولا همیشه یه آدم هست، حالا گاهی میشه 2 تا سرنشین، در لولی که تو هایوی ها یه دونه میزنن که اگه 2 تا نیستی اصلا این سمت لین نیا. یعنی تو اصلا نگاه میکنی میبینی ریشیو 90% همه تک سرنشینن دیگه. و پارکینگ لات ها تو آمریکا و این همه پارکینگ لات دقیقاً بهترین جای شهر، گرونترین جای شهر باید بشه پارکینگ طبقاتی بزنی که ماشیناشون پارک کنن. ولی اگه تو بیای بگی آقا من تو رو هر جایی تو خواستی میرسونم، تو با اپت به من میگی کجا، 2 دقیقه دیگه من اونجام اینجام پیاده، چه نیازی داره ماشین بخریم؟ سرسی چرا؟ آره. نه اینا رو قشنگ من دیدم که حتی مطالعاتش رو کردن که مثلا به فرض الان میانگین کار اونرشیپ تو آمریکا مثلا چقدر هزینه داره. شما بالاخره ماشین رو میخری، خود ماشین استهلاک داره، بعد بنزین به اون گرونی رو داری به ماشین میزنی، بیمه های به این گرونی، و پیش بینی اینه که در آینده اصلا مالکیت ماشین ور میفته. شما دلیلی نداری هر موقع که اراده بکنی بری جلوی در، اون روزی که مثلا تعداد این روبوتاکسی خیلی خیلی زیاد شده تو شهر که میرسه بالاخره
هر موقع که بری بیرون یه ماشینی هستش که تو رو سوارت میکنه میبره و ته مثلا ما حساب میکنی میبینی آقا من $50 بیشتر هزینه حمل و نقلم نشده، در صورتی که مثلا قبلا که خودم ماشین داشتم با تمام هزینه ها حساب میکردم مینیمم $500 تو ضعیفترین حالت داشتم هزینه میکردم. یعنی اینقدر به نفع اون مصرف کننده نهایی در میاد، ولی در کنارش خیلی مشاغل و اینا هم داره چی از بین میره. آره دیگه. یعنی تغییر اتفاق میفته. حالا داشتم بیزنس مدل فکر می‌کنم تو الان مثلا یه اوبر داریم که تو بعد یا لیفت داری که تو اپت، حالا تو ایران چیه، اسنپ بعد بزنی بگی بیاد، ولی انقدر اینفورمیشنمون هم الان readily available که دیدی دیگه. من خودم تسلا دارم، به محض اینکه میشینم بر اساس پترن و ساعت به من دیرکشن بهم میده، بهم میگه که الان میخوای بری سر کار یا الان میخوای بری خونه یا میخوای بری همه چیزو میدونه. یعنی almost ترسناکه right، برای اینکه میدونه که خب این موقع الان من پس دارم میرم فلان جا. اگه فکر کنی اصلا حتی نیازی نداره در آینده نزدیک اگه این ربات تاکسی بیاد تو حتی با اپت بهش بگی یه ماشین بیاد الان دم در، برای اینکه اون تمام دیتا رو داره که از این ساختمونی که شما کار میکنی اینقدر آدم میاد بیرون. یعنی احتمالاً ربات تاکسی ها میان جلو وام میستن، تو اومدی یه بوق هم میزنن، یه چراغ هم بهت میزنن که مثلا دربست، مثلا تو ایران میمدن جلو یعنی اصلا اونا میدونن که تو میای، تو باید فقط کافیه بشینی، بعد احتمالاً حتی بهت ساجستشن هم میتونه بده. حالا البته پرایوسی ها الان خیلی چیز شده، ولی آره این یه بیزینس مدل خیلی بزرگیه. حتی دقت کرده باشی صحبتاش هست که مثلا ایلان ماسک دنبال اینه یه سرویسی مشابه نتفلیکس داشته باشه، چون در نهایت شما وقتی توی این تاکسی‌های خودران میشینی به خصوص اگه مسافت دور بخوای بری نیاز داری که خودتو اینترتین هم بکنی. خب حالا گیمینگ هست دیگه، چه میدونم تماشای فیلم و سریال و این داستان ها هست، اینا در کنارش همه اینا میبینی هی با هم دیگه داره میاد و آره خیلی چیز جالبیه. یعنی 1 ساعت نخواهد 5 دقیقه نخواهد شد که ما از زیر بمباران اطلاعاتی اینا در امان باشیم و اونا اطلاعات ما رو بر ندارن. احتمالا اون یکی واقعا ترسناک‌ترین چیزاست. داریم جلوتر میریم، دنیا داره پرسونالایز تر میشه. یعنی این هوش مصنوعی که داری باش کار میکنی، قدم بعدی اینه که مثلا احتمالا سال بعد این دستیارهای صوتی خیلی چیزتر میشن، خیلی قوی‌تر میشن. دیدی مثلا امسال هم اپل تو مراسمش که نشون داد بشه اینا دارن هی شبیه مثلا اون دستیار صوتی آیرن من توی سینمای مارول و اینا میشن. یعنی چیزی میشه که تو این الان که من تو داریم کانورسیشن میکنیم در نهایت به اینجا میرسه و اون دستیار صوتی تو رو از همه بهتر میشناسه، چون به کل زندگی تو اشراف خیلی خوبی داره. ما نداریم دیگه، هر کسی 3 تا زندگی داره دیگه، پابلیک لایف داره، پرایوت لایف داره، سیکرت لایف داره. اون دستیار صوتی ها بعضن تا قسمتی از اون سیکرت لایف رو کاور میکنن، بنابراین اطلاعات خیلی خوبی در موردت داره و همینطور یه دسترسی عظیمی به دانش روانشناسی و 1000 تا دانش دیگه که مثلا ما اصلا نمیدونیم چنین چیزی هست. بنابراین میتونه بیاد یه چیزایی برای تو رو بکنه که خودت حتی نمیدونی. نه تنها اون، ببین چقدر فکر ما رو همین الانش بذار حالا یه ذره اینجوری نگاهش بکنیم که آدما پولارایز شدن. اولا با هم حرف زدیم، یه دلیل عمدهش به خاطر اینه که از کجا اینفورمیشنشون رو میگیرن دیگه. بعد آدما خیلی جالبه، خودمون دیگه واقف به این نیستیم. این حرفی که من دارم میزنم، فکری که دارم میگم، اصولا لزوما همش پردازش ذهن من نیست. خیلیاش وابسته به اینه که چقدر من اطلاعات، فریکونسیش و چند بار اینو از کجا گرفتم. تو وقتی یه چیزی رو تعداد زیادی شنیدی باور میکنی that's truth. بخاطر همین اینو میدیا میدونه، بخاطر همینه که میدیا پشت سرم بده. بعد نگاه میکنی میبینی ناخودآگاه اینه که تو اگر مثلا تو آمریکای کانزرواتیوی از فاکس نیوز رو گوش دادی و تروث ترامپ رو سوشال میدیاش بودی و ایلان ماسک رو مثلا توییتاش رو فالو کردی، ناخودآگاه اینا هی همدیگه رو هی رینفورس میکنن.
بعد تو بعد اینکه فقط اینا رو گوش دادی دیگه باور میکنی that's the whole reality، اصلا بقیه کجای کارن. و برعکس اگه کسی فقط اون رو گوش کنه میگه oh my god اینا crazy هن، اینا چی میگن. و اصلا به نظر من یکم مشکل گنده همینه که اون سیستمایی هم که این تو هم بنفیتشون چون اینه که اتنشن تو رو بخره دیگه، برای اونو داره مانتایز میکنه، برای اون داره پول در میاره، اونم هر کاری میکنه که تو این حلقه گیر بندازه. گاهی حلقه هم کوچیک‌تر میشه چون هی پولی که ازش میگیره بیشتره هر چقدر تو رادیکال تر بری اینور یا اینور. و حالا تو فکر کن تو همین دستیاری که تو داری میگی AI هم که باش قاطی بشه، ناخودآگاه اطلاعاتی که به تو میتونه بده، یعنی واقعا این که از صبح چی بلندشی چی گوش کنی، چه نوع غذایی مهمه، آیا الان واکسینی که اومده رو بهش اعتماد کنی یا برعکس به تو بگه با واکسین مثلا اصلا به این دانشمندا که نمیشه اعتماد کرد، اینا مثلا همشون میخوان چیه بیل گیتسن و بافت رو میخوان مثلا ربات بفرستن و بچه‌ها رو میخوان فلان کنن. میدونی یعنی فقط کافیه که تصمیم بگیره چه مدل اینفورمیشنی رو به تو فید کنه خیلی یواش یواش و تو باور میکنی و شخصیتمون عوض میشه و نگرشمون به دنیا عوض میشه با همین یه اینتراکشن های خیلی کوچیکی که نمیتونیم بفهمیم از کجاست. و من نگران اینم که ظرف 4-5 سال 10 سال آدما شخصیتشون چقدر میتونیم بگیم مثلا شخصیت خودشونه، چقدرش ما دیگه میشیم یه ذره ناچیزی از این. تا الان هم سیستم گاورمنت سوسایتی خیلی رو تک تک ما تاثیر داشته دیگه. میدونی تو ایران بزرگ شدی، تو دهه 50 بودی، 60 بودی، 70 بودی، 80 بودی، آفیس که همش فرق داره. ولی الان با این میدیا بعدم روش AI آنستی یه لول دیگه ای پوشه. یعنی آنستی من دیگه نمیتونم بفهمم یه برین یه دونه آدمی که توی یه شهر زندگی کنه چقدر مال خودشه، چقدر ما استقلال داریم، چقدر چیزا رو خودمون پروسس کردیم و فهمیدیم، چقدرش فیت شدیم، چقدر سیستم ما رو فیت کرده. مهندسی افکار آدما که حالا بیای با رسانه روی مغز آدما کار بکنی، جهت‌دهی بکنی، دستخوش تغییر میشه. به خاطرش همین الان هم شده. البته شما دیتا دیگه جمع میکنی و چیزی که هوش مصنوعی احتیاج داره برای اینکه کار بکنه دیتاست. من اگه بتونم مثلا فرض کن توی پلتفرم‌های مختلف روی پست‌های مختلف ریاکشن ها رو بتونم جمع بکنم، میتونم به تفکیک منطقه بفهمم آقا تو تهران مردم اینجوری فکر میکنن، زنها اینجوری فکر میکنن، مردا اینجوری فکر میکنن، میدونی تو دهه‌های مختلف حتی اینجوری فکر میکنن. میتونی براش پلن داشته باشی و بعد پلن تو همون بستر شبکه‌های اجتماعی حتی تست بکنی. یعنی با پست‌های مختلفی که میذاری به تئوری میرسی، میگه آقا من فکر می‌کنم مثلا این سلیقه جواب میده و با یه لول‌های پایین‌تر با یه دوز کمتر وارد جامعه بکنی، ببینی اون چیزی که مد نظرت بود رو داری میگیری یا نه. و همه اینا ترسناکه. یه قسمت دیگه که ترسناکه اینه که اون قسمت الیت جامعه که حالا الیت بودنشون بیشتر به خاطر سرمایه‌ای که دارن، اینا به شکل نابرابری دسترسی پیدا خواهند کرد به همه این چیزایی که داریم میگیم. اینا قول چراغ جادو رو خواهند داشت. ممکنه نمیتونیم قول رو در اختیار همه بذاریم، چون همه میخوان بشن سوپرمن. بعد همین الان ما آدمای معمولی رو نمیتونیم جمعشون کنیم. بعد تو یه همه رو سوپرمن کنی که چی؟ اصلا دلیل نداره تو اینا رو سوپرمنشون کنی. اصلا ناخودآگاه ذهنی آدما همیشه هم شدن سوپرمن، یکی دیگه میخواد بشه سوپرمن. میدونی همیشه این غریزه ما اینه که میخوای این هایرارکی رو بری بالاتر. وقتی هر کی رسید به اون بالا خیلی وقتا نمیخواد پایینیابش برسن. پولدارایی که تو میگی. حتی نگاه کن ببین، ما الان داریم تو دنیای زندگی میکنیم که فیلم‌های علمی تخیلی 20-30 سال پیش دیگه همشون دونه دونه میک سنس میکنه، همشون دیگه منطقی به نظر میاد. و توی همین فیلم‌ها مثلا نشون شده که اون طبقه الیت مثلا به زودی میرن دنبال این که بدن کلون کنن. چرا نکنه؟ طرف نمیخواد بمیره، چی بمیره؟ این همه ثروت رو جمع کرده بمیره که چی بشه؟ و کلون کردن خب چه اشکالی داره؟ طرف اینو فقط یه بدن در نظر میگیره دیگه. اینو میگه من این چیزو تو آزمایشگاه تولید میکنم، عین خودمه، سلولای بنیادی خودمه، یه کپی جوون از یاسر میگیرم، حالا میرم توی این. حالا مثلا من فکر کنم کلون شاید یه مقداری ازش دوریم،
ولی خیلی بیاین نزدیکترش، چیزایی که احتمالاً به ما خواهیم دید ببین مینیممش اینه که الان مثلا تو نگاه میکنی میبینی که کلی از الان یه تحقیق اومده بود بیرون که تا 2030 کنسر برای مردان میشه اولین کاز مرگ، یعنی سورپس خواهد کرد حمله قلبی و فلان و فلان اینا، و حالا به دلایل مختلفی ظاهرا این چیزای در واقع سرطانزا موادی که وجود داره برای مردا بیشتر ایمپکت میکنه. حالا سرطانهای مختلف چراشون نمیدونیم، یا حداقل سرطانایی که زنها خیلی باش در دست به گریبانن، سرطان سینه و فلان رحم و اینا، یه جورایی قابل درمان تره اگه به موقع دیاگنوز بشه، ولی مال مردا نه. بعد تو فقط نگاه میکنی میگی اوکی 30% مردا به این خواهم مرد و کنسر همین چیزی که تو از 40 سالگی تا 60 سالگی ممکنه اتفاق بیفته. فقط اینه که یه سری آدمایی که بتونن دلیل اونو بفهمن، AI میتونه کمک کنه، جین تراپی بکنن، نمیدونم بتونن ارگن جدید داشته باشن، این تمام چیزهایی که میتونه، مثلا در حد اینکه ارگن بتونی کلون کنی که البته هنوز تو اونم اول رایم واقعیتش، ولی همه اینا میندازت جلو. ولی خیلی بدیهیش اینه که نگاه کن مثلا دستکاری تو جین جنین، این که خب اصلا دعوایی که 4 سال پیش دانشمندا تو آمریکا و اروپا با دانشمندای چینی دعواشون شد همین بود دیگه. یه چینیه ریسرچ پابلیش کرد، گفت آره من برای اولین بار تو آزمایشگاهمون، یادم نمیاد شانگهای بود کجا بود، مثلا این دوقلو رو اینجوری کردیم، رنگ چشم رو عوض کردیم، یه کاری هم کردیم این بیمار، نه رنگ چشم هم نبود تازه، یه کاری کرده بودن که به یه سری بیماری ها ایمیون بشه. فقط همین، یعنی فقط بابا مامانش بیلیونر بودن obviously، پول داده بودن که یه کار کن بچه ما اینو نگیره، اونم گفته بود چشم بذار صفر کار عوض کنم بچه دیگه فلان. بعد اینا پابلش کرده بود، خیلی هم خوشحال آماده بود که همه بهش دست بزنن بگن you're first. یه قسمتش به غرور دانشمندای آمریکایی برخورد که ما میتونستیم ولی نکرده بودیم، واسطه بودیم ببینیم اتیکلی چی میشه. یه قسمت حسودی بود، حالا هرچی. یه قسمت همین بود که نه هی ما هم میتونستیم بکنیم ولی واسطادیم، برای اینکه الان بیلیونر اومد به تو گفت اوکی خب دیگه چی کار میتونی بکنی برای بچه من، IQ شو ببر بالا، این اینجوری کن، یه کار کن قدش بشه 2 متر و 20 نمیدونم فلان این بشه، آلزایمر هم نگیره، چی هم بشه اینم بشه. خب این که اصلا تو یه قشری، یعنی همین الانش طبقه پولدار تو آمریکا واقعا آنتاچبلن. یعنی تو وقتی الان ایلان ماسک و بزوس و بیل گیتس و اینا رو میبینی درآمد بالای 200 بیلیون دلار، نه درآمد نت ورثش مثلا اینقدره، بعد تو یه آدم معمولی رو نگاه میکنی تو استارباکس داره کار میکنه سالی $40,000 در میاره. خب این اصلا بعد حالا دیگه اون آدمه میتونه برای بچه‌ش هم اون کارو بکنه که اونم یه لول دیگه بره بالا. خب اصلا یوول هراری حرف جالبی میزنه، حتما میشناسی دیگه یوول هراری، که میگه مثلا من نگران اینم که به زودی این گونه بشر اسپیسی که ما میگیم 2 شقه بشه، یه سوپر اسپیسی جدیدی در بیاد که دیگه اصلا با ما هم نخواد تولید مثل بکنه. چون سیریسلی دلیلی نداره این اگه IQش و بدنش و به قول تو اینکه چند سال زندگی میکنه اون یهو بره رو 200-300 سال و همه چیز هم پرفکت. ما در حد ما حکم شامپانزه رو داریم برای این اسپیسی جدیدی که میاد. و کیه که تصمیم بگیره آقا الان فره چرا ما نباید این دستمون بیاد، چرا اون الان باید دستش بیاد؟ میدونی یعنی آیا باید یه لاتاری برگزار بکنیم کیا دستشون بیاد، بعد این هیومن رایت بشه، یا به قول تو نه آقا ما زودتر اومدیم پولم داشتیم بابام پولدار بود. میدونی خیلی از پولدارای الان بیلیونراشون واقعا خودشون با پول خودشون نرسیدن، پول اکیومولیت شده اومده. آیا این همین کافیه که کوالیفای کنه که این آدم دسترسی داشته باشه به بهترین تکنولوژی که ابسولوتی تو رو میکنه یه گونه ابر بشر؟ دقیقاً. من از این توصیه البته بدم برای کسایی که حالا احتمالاً بعداً این صحبت رو گوش میکنن یا میبینن که من خودم کسی زیاد نیست، خودمونیم. تعدادشون چند ساعت دست نمیرسه. نه واقعا بیشتره، خیلی بیشتره، ولی حالا میخوام بگم خیلی خودتو نگران اونا نکن. بگم که من خودم
چیزی که با هوش مصنوعی رو شروع کردم چند سال پیش با یه نگاه خیلی اپتیمیستی که آخ جون و چقدر خوبه و داریم میریم بهشت روی زمین رو درست بکنیم و با از اونجاها شروع کردم و بعد هر چی توی این قضیه دیپ شدم هی دونه ما این مشکلاتش رو دیدم و الان رسیدم به جایی که میتونم بگم دیدگاه منفی نگرانم میچربه به اون یکی، چون اصلا ماهیت زندگی اینجوریه که خراب کردن و خراب شدن خیلی راحت تر از درست شدنه دیگه. شما یه چیزی یه جایی که 1000 سال طول کشیده بسازی میتونی در عرض چند ثانیه از بینش ببری. خراب کردن خیلی راحته و اینکه این همه تغییرات رو که در هم تنیده شده تو ساختار تمام اجتماع، تو این ساختار رو در اصل داره میریزه به هم. این همه آدم که عادت کردن سر صبح میرن سر کار، حالا مثلا چیزی که اومدن پیشنهاد میدن میگن آقا ما داریم وارد عصر اباندنس میشیم، تو عصر فراوانی. یه سری از این آینده پژوها میگه خیلی خوشحال و همش بشکن میزنن که آقا خوشحال باشید، همه چی داره به سمت این میره که قیمت بیاد پایین، پرایس پرفورمنس همه چی داره میاد پایین و در آینده دیگه آقا مریض شدی میخوابوننت مثل این فیلم‌های تخیلی یه اسکن کلی کل بدن تو هر روز داره یا اسکن میکنه مشکلات رو در میاره و یه همچین چیزایی میدن که تصویرهای قشنگیه. ولی خب اون چیزی که جامعه بر اساسش رفته جلو زندگی کرده و اینا فرو ریختن اون ساختار رو کی میخواد هدایت بکنه که آقا ملت عادت کرده بودن برن سر کار، تو الان دیگه دمت هم گرم به یه جایی رسیدی تونستی به شرط اینکه تازه تونستی مدیریت کنی از این پولدارا تکس بیشتر بگیری، UBI بکنی، یونیورسال بیسیک اینکام کنی، بگی آقا یاسر همین دمتون گرم شما دیگه نمیخواد برید سر کار، خودت هم که شاهدی شماره حساب منم که داری که تو کل عمرت میخواستی تو این شرکت بدی، این AI توی یه روز داره اون اوتپوت رو میده، قانع شدی که نباید بری سر کار، میگه آره راست میگه من میرفتم سر کار چیکار میکردم. بعد میگه آقا ولی ناراحت نباش زندگی تو تامینه، این پولو بگیر برو عشق و حال کن. بعد اونجا سوالای فلسفی عمیق یه دفعه پیش میاد اصلا. آقا ما اصلا دیزاین شدیم برای پرابلم سالوینگ، یعنی آدما یه سری موجودات هستن که ماهیتشون حل مسئله است و مسئله رو از انسان بگیری انسان بیچاره میشه. تو مثلا فیلم ممنتو رو اگه دیده باشی اون خیلی به بهترین شکل این قضیه رو نشون داده که طرف بود که بدنش رو تتو می‌کرد و این داستانا، تا ته فیلم میفهمید که این کل این ادوبازی رو در آورده که برای خودش یه مسئله تعریف بکنه که بیفته دنبال مسئله حل کردن، چون اگه مسئله نداشته باشه پرپس زندگیشو از دست میده، مثلا برای چی زنده است دیگه. بعد راجع به مسئله حل کردن نمیدونم، چون که خیلی وقت دور و بریاتو که نگاه میکنی لزوما همه آدما خیلی همین الان خیلی دغدغه‌شون اینه که آقا یه پولی بگیریم بریم بشینیم مثلا دور هم کباب بخوریم، با هم بریم سوشالایز بکنیم، با هم مثلا فلان بکنیم. خیلی آدما دغدغه همه آدما پرابلم سالوینگ نیست. نه الزاما اون پرابلم سالوینگی که فکر می‌کنیم، مثلا دغدغه یه کسی پرابلم یه کسی اینه که دیگران چه نگاهی بهش دارن، اون پرابلمشه. خب دغدغه یه کسی هر دغدغه‌ای که داری روش وقت میذاری و میتونه به تو انگیزه بده برای جلو رفتن، ولی تو نگاه کن یه قسمت بزرگی من اسم اونو میذارم مینینگ، من پرپس. آره مینیه پرپس نه پرپس یا معنا. خب دلیل اینکه مثلا اینکه آره اگه به هممون یه دونه یونیورسال اینکام بدن، بیسیک اینکام بدن، UBI بدن، من با اینجاش باید موافقم که یه پرپسی ممکنه لاست بشه. و اینکه بعد به آدم میگی خب اصلا تو تا دیروز چه میدونم اگه ما مهندسی میرفتیم سر کار به قول تو یه مسئله حل میکردیم، اگه طرف تاکسی داشت مثلا میگفت با آدما میرم میچرخم، یه 2 نفر میبرم میبرم و یه کمکی به زندگی یه نفری میکنم. الان بهت میگن که این پولو بهت میدیم هیچ کارم نکن، حالا دوست داشتی برو بشین رو پریاتون مثلا پیپتو دود کن، دوست داشتی برو موسیقی بزن، دوست داشتی مثلا هیچ کاری نکن برو بشین تو کافی شاپ. بعد اون وقت سوالت اینه که اصلا من معنای زندگی چیه، من هدفم از این زندگی چیه، و ابسولوتلی من اونو باهات شیر میکنم که نه خیلی خیلی واقعا نمیدونم، بعضی موقع فکر کنم بعضی از آدما اونو دوست دارن. seriously
ایرانی‌ها تو آمریکا کم نیستن، خیلی‌ها که میان به من میگن از دوست داشتنش شروع میکنی. ببین فیلم گرند هاگ دیو دیدی دیگه، طرف توی یه روزی هی بیدار میشه، دوباره تو فرداش دوباره تو همون روز بیدار میشه، بعد این مدت میبینه آقا من چه جالب، من اینجوری دارم. اولش خوشحاله میره یاد میگیره چجوری بانک بزنه، میره یاد میگیره چجوری مخ زنا رو بزنه، یه مدت با این قضیه خیلی خوشحاله اتفاقا. بعد تا اینکه به یه جا میرسه که what the heck بابا من همه این کارا رو کردم ولی دیگه معنی نداره، من میخوام برگردم به زندگی معمولی. این چه طلسم نافرمیه که توش گیر کردم. و تهش کجا قلابش گیر میکنه و میتونه زندگی کنه؟ اونجا که میرسه به یه پرابلم، به یه مسئله. دوباره این ببین این همه زن توی اون شهر بود، مخ همشون رو رفت مخ همکارش رو که باشون آده رفت رو اون کار کنه، اونجا گیر کرد که نمیتونم اینو بزنم. بعد این شد براش مسئله. ببین حالا مثلا تو فیلم به صورت عشق و اینا چیز میکنن، ولی به این شکل نگاه کن که بابا طرف مسئله‌شو پیدا کرد. آقا من یه مسئله هست با تمام قدرتم رسیدم اینو نمیتونم حل کنم، برم بشینم روی این کار کنم. بعد فهمید که آقا من بخوام روی موقع این کار کنم، کلید دل این خانوم پیانوه، پس من برم پیانو یاد بگیرم. یه مدت نشست، هر روز صبح پا میشد با انگیزه که معلم پیانو پیدا کرد و میگفت. بعد چند سال طول کشید، حالا برای اون که طول نمیگه دوباره همون روز چیز میشه، ولی به زمان ما چند سال طول کشید که یه مستر پیانویی شد که بتونه بالاخره مخ این خانوم بزنه. و حالا مثلا ته فیلمو شیرین جمع کردن که بعد از اینکه مخ این خانوم هم زده شد دیگه حالا اون طلسم برداشته شد و این برگشت به زندگی عادیش. ولی میخوام بگم اونجا هم طرف دوباره دنبال یه پرابلم بود که بتونه حل. اصلا شما نگاه کن زندگی رو خیلی میگن که گیمه دیگه، مثلا ایلان ماسک یکی از کسایی که میگه خیلی احتمالش هست که زندگی ما یه گیم باشه. شما در نظر بگید وقتی این گیم خیلی ساده میشه، منظور در گیم شبیه سازیه. آره شما مثلا هم قارچ‌پوری که ما بچه بودیم بازی می‌کردیم رو در نظر بگیر، میشه اون قارچ‌پور رو یه جوری طراحی کرد که دامترین آدم هم بتونه این رو تا ته بره. ولی آیا این جذابیت داره برای کسی؟ ما هم حتی ویدیو گیم ها و اینا هم وقتی بازی میکنیم زمانی برامون جذابیت داره که برامون چالش داشته باشه، وگرنه اگه تو دست خودت دیگه میتونی ساده بازی کنی، چیزی برای جذابیتی نداره و وقت تلف کردن. ما از چالش لذت میبریم. حالا مثلا اون موقع ممکنه یه سری چالش‌های مصنوعی یا این هوش مصنوعی بیاد برای تو چالش درست کنه، مثلا یه سری مشغول ویدیو گیم مایی بشن که مثلا اسپشیالایز برای اونا درست شده که آقا تو اینو با توجه به سطح مهارت‌ها و اینا. ولی وقتی نگاه فلسفی به قضیه داشته باشی می‌بینی آقا این همش بازیه، من میدونم که آقا این چیز به جایی وصل نیست، اینو الان میشه مسئولیه برای من درست کرده، فقط روزم شب بشه، این اذیتت خواهد کرد به نظرم. آره من میفهمم حرفتو. شاید مثلا انتخاب کلمه‌م یکم باید فرق داره. میگم مثلا من فکر می‌کنم به جای اینکه بگم، حس میکنم وقتی بگیم پرابلم سولوینگ یه مقدار خیلی تکنیکال میشه، خیلی شاید محدود میشه. ولی اگه بگیم معنا و مفهوم زندگی چیه، که حالا برای هر آدمی میتونه متفاوت باشه. یه آدمی میگه من معنا و مفهوم زندگیم اینه که دلم میخواد دکتر بشم، مریضا رو شفا بدم، آدما رو نذارم بمیرم مثلا. خب حالا به قول تو اینم یه جور پرابلم سولوینگه، اینم یه چالنجیه که سر کار میره. یه کسی هم میتونه بگه من اصلا دوست دارم چه میدونم هر چیزی، من هنرمند بشم، نقاشی درست کنم که آدما بشینن فقط نگاه بکنن یاد طبیعتشون بیفتم، سهراب سپهری بشم طور یاد مثلا باران و اون زیبایی بندازم مثلا. ولی برای من اون شاید مثلا اینجوری بیشتر دوست دارم که بگم اون معنا، اون مفهوم زندگی همین الان ما باش مشکل داریم، برای اینکه شاید چیزی که ما رو هر روز نگه داشته تو دنیای مدرن اتفاقا همین شلوغی روزمرگیه که نمیذاره ما کوئسچن کنیم که چیه من 30 سال 9 to 5 9 صبح 8 صبح تا 5 بعد از ظهر باید برم سر کار، بعدم میگن بیا حقوق بازنشستگی بگی برو دیگه آماده باش که بمیری تمام شد رفت. یعنی بعد نگاه میکنی اکثر آدما یه جورایی بعدشون هم نمیاد هم که تو میگی سرگرم این باشن که وقتی بهشون گفتی چجوری بگه آقا من که نمیدونم صبح تا شب دارم سگدو میزنم تموم شه،
فرصت اینو پیدا نکنه که یکی بهش بگن مثلا اصلا داری چیکار میکنی، زندگی از کجا ما اومدیم، به کجا میریم. اینا سوالای خیلی گنده ای هن که بعضی موقع دیپرسینگ هن، برای اینکه هیچ کدوممون این همه ساله این همه هم پیشرفت کردیم تا ای آی اومدیم. حالا گود لاک، برو به ای آی بگو ما از کجا اومدیم، هدفمون چیه، به کجا داریم میریم. اونجایی که میرزه پایین دیگه، برای اینکه جواب براش وجود به نظرم نگیم بهش، اونم دیپرس میکنه. ولی واقعا اون سوالا چیزه، مثلا حالا یه چیز همین بودش، وگرنه من کامل اینه تو موافقم. یه چیزی هم راجع به اباندنس گفتی، تیوری که سم آلتمن خیلی میگه، همون سی او اوپن ای آی که اون همش رو این خیلی تاکید میکنه. ببین خیلی حرف اسکیودیه، به این معنی که of course 100 سال پیش فورد اومد گفت من میخوام یه کاری بکنم که هر آدمی یه دونه ماشین داشته باشه، یه ماشین درست کنم هر آدمی، من میخوام به اینجا برسونم. بعدم نگاه میکنی میبینی بنده خدا و حالا بعد از اون کلی شرکت‌های دیگه این کارو کردن که الان تو نگاه میکنی به تعداد هر آدمی روی کره زمین بیشتر ماشین وجود داره. اما میری تو تگزاس هر خانواده 10 تا ماشین داره، بعد میری تو دهلی جای کشوری که 1 بیلیون خورده جمعیت داره، آدما هنوز دارن پیاده میدوئن، درشکه دارن فلان میکنن. میری آفریقا ندارن. اون حرفی هم که سم آلتمن میزنه به نظر من یه جورایی میسلیدینگه، به این معنی که آف کورس الان تو نگاه میکنی میبینی برق، آمریکا انقدر برق تولید میکنه، کانادا انقدر آب داره برق تولید میکنه که خیلی، ولی آیا همه آمریکایی‌ها دسترسی به برق و آب و فلان اینا دارن؟ نه. تو همین الان تو همین آمریکایی که آمریکاست میری تو الاباماش با بقیه آمریکا فرق داره. اونجا انگار رفتی تو مناطق محروم ایران، یه دسترسی به بیسیکش هم ندارن، در صورتی که یه جاهایی absolutely abundance، of course abundance. و اصلا پوینت اون هم اینه که این میگه آقا همه میتونن این کارو بکنن. برای اکثریتی ممکنه، در بهترین حالت اکثریت دارم میگم، تازه خیلی دسترسی زیادی باشه، ولی هنوز که هنوزه مطمئناً برای 20% 40% بقیه دنیا هیچی نخواهد بود. میگم الان بیل گیتس بهترین دستاورددار تا سالها بالاترین مثلا پولدارترین آدم دنیا بود، تمام همه‌شو گذاشت که برم تو هند برای هندیا توالت درست کنم، که به نظر من خیلی هم انسانی بود. فکر کرد آقا seriously من میتونم برای این یک کشور توالت درست کنم، همه بتونه، حق هر انسانیه که بتونه دسترسی به چیز بهداشتی فلان داشته باشه. هنوزم نمیدونم آیا تونسته برای کل اون کشور درست کنه یا نه، برای اینکه نمیدونم. این تئوری میدونیم، این تئوری خیلی برمیگرده به تئوری سمت این مکنزیه دیگه، اقتصاد مکنزی که ریپابلیکن ها خیلی سمتشن، بهش هم میگن تریگل داون اکانومی، یعنی از بالا بریزه. معنیش اینه، میگه که دنبال عدالت نباید بود، پوش نکنیم که همه شبیه هم بشن. این کمونیستیه، سوسیالیستیه، خیلی هم لیبل میزنه اونوریش میگن، ولی بذاریم این پولدارامون پولدار بشن، جیب اینا وقتی خرج میکنن پول میریزه پایین، بعد تو میدل کلاس هم از این ورم داره، از جیب میدل کلاس هم میریزه پایین، فقیره ورم داره. ولی وقتی این هرم جامعه کلن بره بالا، فقیرترین آدم تو جامعه ما هم از یک کشور دیگه ای که ممکنه به فکر عدالت باشه وضعش بهتره. این تئوریه. ولی در عمل وقتی تو نگاه میکنی، اتفاقی که افتاده اینه که آمریکا فاصله بین بیلیونراش تو بالا و این آدمای کفش انقدر زیاده که بهت میگم تو وقتی میری تو جنوب آمریکا، میری تو الاباما مثلا بری و نمیدونم ساوت کارولاینا و از این حرفا، آلموست فکر میکنی احتمالاً، نمیخوام یه جایی تو ایرانو اسم ببرم که مثلا چیز باشه، ولی واقعا فکر کنی مناطق خیلی محروم چیز ایران از اونجا ممکنه بیشتر امکانات داشته باشه، بهتر باشه. بعد تو میگی مگه میشه این آمریکا باشه و این باشه، و تو میبینی که بله میشه. اون تریتوریاش که دیگه خیلی بدتره، یعنی جایی که دیگه جزء
استیت ها نیست و جزء تریتوریای آمریکاست، اونها که دیگه اصلا قشنگ و این فقط آمریکاه که تازه همه این بیلیونرها، همه این آدما دغدغه‌شو مجبورن داشته باشن. ولی اگه به اون همون سم آلتمن، ایلان ماسک، فلان اینا بگی خب نظرت راجع به آدم تو اوگاندا چیه، میگه اصلا کیر نمیکنن، برای اینکه انگار اون که دیگه مهم نیست. میدونی تهش اونا وقتی میگن اباندنس فکر همه دنیا نیستن، فکر این قضیه کاپیتالیسم به نظرم خب با یه سری اسمای دیگه تو چند دهه گذشته مواجه شده، برای آمریکا حداقل عالی جواب داده، ولی خب همین چیزی که داری میگی مخاطرات خودشو الان دیگه بیشتر و بیشتر داریم میبینیم. یعنی تا یه حدی رو شاید پیش بینی نکرده بودن که از یه جا به بعد الان صحبت از این داره میشه که تا 2-3 سال آینده ما اولین تریلیونر دنیا رو خواهیم دید که مثلا به احتمال زیاد خود ایلان ماسک باشه. یعنی یک فرد به تنهایی $1 تریلیون سرمایه داشته باشه. خب خیلی حرف بزرگیه. تا یه جایی شاید دیده نشده بود که از یه جایی ضریب جینی انقدر میخواد دستخوش تغییر بشه، انقدر اقشار فقیر میخوان فقیر باقی بمونن، اون پای اقتصاد توزیعش رو شاید مثلا اونقدر فکر نکرده بودن. و اینکه ببین شرکت ها و آدم ها هرچی پولدارتر میشن راحت‌تر میتونن لابی کنن، قوانین رو تغییر بدن، بعد نمیرسه. یعنی حتی رئیس جمهور آمریکا، من چند سال که آمریکا بودم به عنوان یه مسئله خودم بهش نگاه کردم که و هر دفعه هر کی اومده سعی خوش رو کرده که من یه جوری این پولدارا بیشتر بگیرم بدم به یکی، نمیشه. دوباره پولی که میای اینور جمع کنی دوباره میاد اتوماتیک، یعنی یه گویی که هر چی چیزو ول میکنی میره کف قضیه جمع میشه، اون پولا رو هر جا که رها میکنی تهش سر از جیب این پولدارا در میاره. ببین اینی که میگی بزرگی که آمریکا باید حل کنه به نظرم تو سالهای آینده. ببین همین آمریکا هم که نگاه میکنی، آمریکای تو جنگ جهانی اول و دوم کپیتالیستی بوده، اصلا آمریکا به خاطر کپیتالیسمش. خب ولی مگه انگلیس هم کپیتالیستیک نبوده؟ بوده. موضوع اینه که اتفاقی که افتاده اینه که تو مثلا زمان آیزنهاور که نگاه میکنی، برای آمریکاییایی که از جنگ برمیگردن برنامه براشون میذاره، بهشون میگه مثلا شما سر کار میتونی بری، سوشال سکیوریتی درست میکنه، کلی برنامه‌ای درست میکنه که برنامه‌ایه که جامعه پولشو میده به گاورمنت و گاورمنت پخش میکنه به خیلی از آدما و این کمک میکنه. اینا برنامه‌های سوسیالیستی ان دیگه. ما ببین ما از کشوری اومدیم که هممون از چیزای کمونیستی که ابسولوتی سوسیالیستی هم که میگی بدمون میاد، برای اینکه خب تو اون جامعه بود. من خودم سالها تو اون کشور خودمون هانستی متنفر بودم. من قبل از که بیام آمریکا هر چیزی که الان که نگاه میکنم میبینم بازار آزاد بود، نمیدونم رقابت بود، خودت تلاش کن، موبیلیتی باشه، بری بالا، فلان باشه، آزادی همه چیزایی که الان میفهمم یه جورای لیبرتریان ولیو بودن خیلی دوست داشتم. اونا بیرون کشش داشت، بیشترم به خاطر اینکه از چی میگن از کف پا تا نوک سر ما تا فرق سرمون توی یه کشوری مثل ایران تحت حکومت بود، اون میخواست بهت بگه و ما بیزار بودیم. اما ولی وقتی کنم همین الانم با اون ایمیج کپیتالیستی همین الانم مردم ایران مشکل دارن. مثلا ما اینجا کسی با پولدارا مشکل نداره به عنوان احساس بدی در درونش شکل بگیره، ولی تو ایران شاید مثلا ملت پولدار رو ببینن یا آدم خیلی پولدار رو ببینن I don't think so. کامنت‌های چیزی نباشه. فرقش تو ایران اینه که اون پول اینجا تو حتی همین تو هر کیو که دست بذاری، یعنی بدترینش مثلا ترامپه که بگن خودت پول نداشتی بابات بهت پول داده 20 بارم ورشکست شدی ولی هنوز الان اینی 5 بیلیون نت ورث داره. اینقدر ترامپ من پول دارم 5 میلیارد دلار نت ورث داره دیگه. الان 5 میلیارد هم نیست. الان تو وقتی میشنوی که پسر فلانی و کیکیک نمیدونم چند وقت پیش در برده بود دیگه، داشت میگفتش که مثلا شمخانی شرکت کشتیرانیشو پسرش هم که درست کرده که شرکت نفت درست کرده و با اسم مثلا هکتور داره کار میکنه و فلان اینا. بعد نگاه میکنی نت ورث مثلا اون آدم میگه احتمالاً مثلا 20 میلیارد پسر فلانیه. بعد تو میگی 20 میلیارد دلار. تو بعد نگاه میکنی میگی
این رئیس جمهور آمریکاست و این همه سر و صدا و ما کل دنیا رو مثلا چیز کرده، مالیاتشو نده، در دعواشون فلان، اونجا یواش دارن کشور رو یعنی ایمیج تو آمریکا اینه که بالاخره تلاش بازم کرد. نه تو ایرانیه که پولدارا تیک ادوانتج کردن. ابسولوتلی اونجا به خاطر اینکه طرف اومده یک صدم ترامپ هم هنر داشته پولدار نشده. اونجا ابسولوتلی به خاطر اینکه به یه دونه از اون بالایی چسبیده به حکومت، این تو اون ارتش، تو اون چیزی سردار سپاه بوده، این و بوده، این به اون رابطه داشته، پسری بوده که از من بی ارزه‌تر و بی سوادتر و فلانتر بوده، شده سی او شرکت نفتی. بر چه اساسی این اتفاق افتاده؟ تو اینجا 80 سال بعد یارو کار بکنه، اگه خوب بود با 100 تا رقابت بکنه برسه اونجا. اگر شاید به قول تو من اینو ندیدم مردم ایران پولدارای ایران بدشون بیاد، ولی از این چیزن که اون آدمه نشسته سر لوله نفت تصمیم گرفته که انقدرش خودم بردارم، انقدر شدم به فک و فامیلم. اینه که اونو تهوع آور میکنه. اگر یه کشوری میشد که دموکراتیک بود، این 10-15% که نشستن تمام نفت رو دارن خودشون میخورن که اینقدر پول دارن، میومدن همه آدما میگفتن آقا بیاید همه با هم دیگه این حکومت تقسیم کنیم، رقابت کنیم، همه برن بالا. من مطمئنم ایران اتفاقا بیشتر آدما دلشون میخواد به اقتصاد بازار بیان. اما حالا مثلا میخواستم قسمت بازار رو بگم، اینه که آمریکا اتفاقی که افتاد، یه تغییرهای عجیب غریب اتفاق افتاد. مثلا 2010 سیتیزن یونایتد تو آمریکا تصویب شد که بر اساس سیتیزن یونایتد دیگه، تا قبلش میگفتن میزانی که هر کی میخواد تو کمپینا پول بده، خب بعد معلوم بود دیگه آدم بعد بره پول بده، تو میفهمی که فلانی اومده اینقدر پول داده، لابی. بعد همه میفهمیدن که اوکی فلانی برادران کوک به مثلا بوش پول دادن، پس معلومه که حواسمون باشه. بعد بوش هم میدونه، چون همه میدونستن که مثلا برادران کوک خیلی کانزرواتیون، اگه پول بدن معنیش اینه که این فلان چیز از تو میخوان. اما سیتیزن یونایتد که تصویب شد، معنیش این شدش که یه پک میتونن شرکت ها درست بکنن، بیلیونرها درست بکنن، این پک سوپر پک توش پول بریز و این یه آدمه به لحاظ حقوقی مثل یه آدمه و این آدم پرایوسی داره و این میتونه بره به هر کمپینی پول بده. همین الان ایلان ماسک که 45 میلیون دلار گفتش ماهی میخواد پول بده به ترامپ، 45 میلیون دلار خیلی پوله. اینو میریزه توی یه سوپر پکی و بقیه هم پول میریزن. بعد اینو مثلا حالا این خودش گفته الان و صداش در اومده، ولی میتونست هیچ که اگه نمیفهمی بعد به مثلا ترامپ گفتن تو این پول از کجا آوردی، میگه نمیدونم یه پک فلانی داره به من هر روز 45 میلیون دلار پول میده. خب چی میخواد ازت؟ I don't know، پرایوسی اون پرایوسی منه، به شما ربطی نداره. این شدش که آمریکا الان از آیزنهاوری که کپیتالیستی بود آمریکا، ولی خیلی چیزا برای خود ریپابلیکنا هم بدیهی بود که آقا اینا ما رو نمیکنه کشور سوسیالیستی. یه چیزایی مثل آموزش پرورش، مثل بهداشت، مثل فلان، من خودم این چیزا رو تو آمریکا یاد گرفتم. شاید واقعا به خاطر برنی سندرز یاد گرفتم. فهمیدم که مارکت آزاد اصلا بی‌معنیه تو یه چیزایی بریک داون میکنه، فیل میکنه. مثلا تو همین کشور داریم میبینیم دیگه، اینشورنس تو خدمات درمانی، دلیلش هم اینه که اینوستی که اولش بعد بذاری انقدر بالاه که فقط 4 تا کمپانی میبی اینجا بتونن برن تو فارماسی. احتمالاً یه دونشون میتونه بره جانسن بشه که بیاد بگه من میام انقدر تو 10 سال مثلا چند صد میلیون دلار پول میریزم که یه دارو درست کنم. بعد که درست کرد میگه اوکی، حالا که این دارو رو درست کردم دیگه، اگه برام $5 هزینه میبره من $500,000 شارژت میگم. الان یه سری چیزایی که اصلا اینسینه. آره برای این چیز تا کی؟ تا ابد. که ما تو ایران داریم که طرف استخون رفت تو ششش و نبود، پسرش استخون در آورد و گفت مثلا احمد چه کاری بود اینو در آوردی. برای یه سری شرکت‌های دارویی مثلا سرطان که زدیم، مثلا ممکنه طرف برسه به اینکه آقا یه داروی ضد سرطان رو کشف کردم، ولی خب در آوردن استخون از چشه. من درآمدم مثلا نگاه کنید توی چیزایی که دارم کسب درآمد میکنم، اصلش از فروش داروهای سرطانه. حالا من بیام یه
واکسن خیلی ارزون قیمت بزنم که کسی سرطان نگیره و درآمدم از دست دادم. یعنی خیلی مسائل اخلاقی و اینا باش قاطی میشه. تو وقتی مونوپولی اقتصاد میشه اصلا ببین وقتی میگن اقتصاد آزاد و میخوایم که هیچ رگولیشنی دولت نیاد تا وقتی خوبه که خود مارکت بتونه خودشو بالانس کنه. یعنی تو چند تا پال داشته باشی، میدونی، یعنی مونوپولی نباشه دیگه، انحصار نباشه. اما تو یه جاهایی تو میبینی نمیشه، تو یه جاهایی میبینی که انقدر سخته وارد شدن تکنولوژی میبره یا هزینه بالا میبره که یه کامپانی میره و وقتی گرفت دیگه وقتی زور داره کسی نمیتونه بیارتش پایین. اینجاست که تو گاورمنتو، من یاد گرفتم خودم که اینجاست که گاورمنتو میخوای که بشه حق و حقوق مردم بگه هی میدونم همه رو تو گرفتی گنده شدی ولی بعد الان تو رو بشکنیم. میدونی اصلا قانون انتی تراست تو آمریکا هولدینگا میان این کارو میکنن. هولدینگا میان دو تا سه تا رقیب اینا رو همه رو خودشون میخرن. همشون خودشون تو خیال میکنی چند تا شرکت دارن با هم رقابت میکنن و واقعا هم رقابت میکنن ولی اون شرکت مادر میتونه تصمیم آخر رو بگیره. یعنی مثلا اگر به فرض بگیم مثلا این کار غیر اخلاقی بکنه، فرض کن یکی از این سه تا داروی ضد سرطان رو کشف میکنه ولی اون شرکت مادر میبینه که آقا من اینجوری سالی مثلا اینقدر میلیارد دلار دارم از دست میدم، میگه آقا نه فعلا اینو ریلیسش نکن، حالا یه سنگی میندازه چوبی لای چرخ میکنه که بقیه بتونن وقت داشته باشن این دوتا شرکت دیگه که ورشکست نشن. چون میبینه آقا من اگه این رو چیز بکنم یکی شرکت هم ضررده میشن، در مجموع به نفعم نیست. ببین تو آمریکا یه مرجر اکوزیشن لا، وقتی مرجر اکوزیشن میخواد اتفاق بیفته، یعنی دو تا کمپانی گنده‌ای که توی یه اینداستری گندن بخوام با هم مرج شن، باید بره وزارت دادگستری آمریکا تاییدش بکنه. یعنی مثلا مثال جدیدش این بودش که 2 سال پیش تی موبایل میخواست که با اسپرینت، تی موبایل که کریر موبایل نتورک موبایل با اسپرینت میخواست بیا با هم چوزشن و اگر این اتفاق میافتاد چون تی موبایل اوردی گنده شده بود و مثلا جنریشن پنجم نسل پنجم هم آورده بود و فلان اینا نذاش. یعنی آخرین جا وزارت دادگستری گفت نه اگه تو بشی یهو خیلی مارکت، با اینکه تو نگاه میکنی ورایزن هست، AT&T هست، فلان بود، ولی باید بره و اون تصمیم بگیره که تو چقدر گنده میشی، آیا تو مونوپولی میشی یا نه. مثلا تو مثلا میگم مثلا سانگلاسز، حرفی که میزنی توش درسته، اگه بدونی تمام سانگلاسز ها توی یه شرکتی تو ایتالیا همشون همونجا درست میشن. یعنی اصلا مهم نیست تو گوله میخوای آفرین تو میخوای برو $300 پول گلاسز بده یا $5 و فکر میکنی او مای گاد این چنل اون فلانه، good luck، همه رو داری میدی به اون کمپانیه، فقط برندینگه. ولی تو چیزای گنده حداقل آمریکا اینه که نمیذار، یا حتی برعکس، مثلا تا همین چند سال پیش یه دونه چیز اومد که مایکروسافت رو بشکنن. یعنی اگر یه کمپانی انقدر گنده شه که بگن تو ببین اومدی 95% اون موقع اینجوری شده بود دیگه، براوزر رو گرفتی دستت و نمیذاری بقیه هم مثلا براوزر رو بذارن و تو کل این مارکت رو گرفتی، داشت حکم میداد که مایکروسافت بشکنه، یه کمپانی بشه مایکروسافت، یه کمپانیش بشه فقط براوزینگ که کوچیک شه که حالا گوگل و فلان اینا هم بتونن باهاش رقابت کنن. که آنی خود مایکروسافت خودش رو جمع کرد گفت نه ما اصلا اینو اینستال نمی‌کنیم یا میذاریم مثلا کروم هم روش باشه یا فلان بشه. یه ذره سخت‌تر هست ولی همین نشون میده که تو گاورمنتو میخوای که بتونه رگولیت بکنه تو یه جای. من خودم طرفدار رگولیشن مینیمومی ام، ولی از اون ور تو طرفدار اینم که باید یه دولتی وجود داشته باشه، یک گاورمنتی وجود داشته باشه که انقدر قوی باشه. ببین حرف ریپابلیکن ها اینه، گاورمنت رو بعد ازش ترسید، گاورمنت اگه گنده بشه به همون زور میگه گاورمنت که همه اینا با ما رزونیت میکنه، برای اینکه ما یک کشوری اومدیم که گاورمنت تا همین الانش قول داره و مردم رو بیچاره کرده، right؟ ولی از اون ور وقتی توی یه کشوری مثل آمریکا زندگی میکنی میبینی ببین seriously کی زورش بیشتره، ایلان ماسک یا جو بایدن؟ کدوم اینفلوئنسشون بیشتره؟ کدوم زورشون بیشتره؟ معلومه که ایلان ماسک خیلی بالاتر از این، اصلا جو بایدن who cares، 2 سال دیگه 6 ماه دیگه میره.
بعد اینجایی که میفهمی که هی حواست باشه game has changed. تا یه زمانی ما از گاورمنت بعد میترسیم گنده بشه، ولی الان این کورپوریت ها دونه دونه شون یه گاورمنتن. میدونی آره بعد میرن با رئیس جمهورهای کشورهای مختلف of course میرن حرف میزنن. مارک زوکربرگ، همین ایلان ماسک خیلی برای اینکه اینفلوئنس دارن. یعنی اگه مثلا پوتین بتونه با یک کدوم از اینا رایزنی کنه یا کاری بکنه، آلموست میتونه جنگ ایلان ماسک تصمیم این که گرفت مثلا استارلینک رو اکتیو نکنه اولش تو جنگ، بعدش بکنه، کلی تاثیر گذاشت تو جنگ. شاید آلموست هیچ کس دیگه نمیتونست این کار بکنه. ولی خیلی مهمه که بدونیم الان گیم هست چنج. الان این کورپوریت ها تو این کشورهای غربی حداقل انقدر گندن که تو یه پلیری میخوای که کالکتیو ویل اون مردم مثل ما باشن، ما که بیلیونر نیستیم. سیریسلی من فکر کنم تو آمریکا هم تو تا وقتی I don't know مثلا چند صد میلیون دلار نداشته باشی هنوز عوام حساب میشی. یعنی 100 میلیون باید به بالا داشته باشی تا بگی من مثلا یه جایی اینفلوئنس دارم، من شاید بتونم به میر فلان جا کمک کنم انتخاب بشه یا بتونم تاثیر بذارم. برای اینکه بازی دست بیلیونراست الان. یعنی میلیونر that's nothing. ما که زیرمونیم که اصلا that's nothing right. بعد تو حساب میکنی، بعد اینش فانیه. تو وقتی درآمدهای ما رو حساب میکنی تو آمریکا، میتونی گوگل کنی دیگه، مثلا درآمدهای ما رو که بزنی بالای 100,000 تا تو آمریکا اگه در بیاری، 100,000 دلار تو آمریکا. این تو کشورهای اروپایی، من همکارام تو هلندن، یکی بهترین کشورهای اروپایی مثلا فلانه، ولی نگاه میکنی میبینی همون مهندسی که اینجا مثلا 120,000 تا بیس در میاره، تو هلند بهش 60 70 80,000 تا بهش میدن به دلار تبدیلش که میکنی right. بعد نگاه میکنی میبینی خب اون که هلند، آلمان، فلان، اینا هم همه از آمریکا کمتر درآمدشون، حالا یه سوئیس شاید یه ذره شبیه آمریکاست، ولی بعد نگاه که میکنی میبینی ما جزو مثلا بالای 1% دنیاییم که درآمد اینجوری داریم. بعد اینجا به نظرم آی اوپنینگه. بعد ما خودمون اینجا میدونیم به زور باید پیچک تو پیچک زندگی کنیم دیگه، این دخل و خرجمون. ما نگاه میکنیم ما 1% ثروتمند دنیاییم ولی پیچک تو پیچکیم. اینفلوئنس هم که معلومه اصلا ما هیچی. خب بقیه دنیا چی؟ بقیه دنیا بیچارا اصلا. یعنی واقعا تو وقتی نگاه میکنی میبینی درآمده نه اونقدر نیست، انقدر شدت تو راجع چالش تو زندگی حرف میزدی، بیچارا واقعا من نمیفهم انقدر چالش و چالش وجود داره. تو سال 2024 تو شرایطی داریم زندگی میکنیم، تو زمانی که کووید بود نمبر 1 ریزن مرگومیر تو دنیا کووید نبود، گرسنگی بود. تو کشورهای آفریقایی هر روز دارن هزار بچه از گرسنگی میمیرن هنوز. برای این قضیه ما هنوز راه حل نتونستیم پیدا کنیم. فلج اطفال الان دوباره زنده شد تو همین جنگ غزه و لبنان، چیزی که سالها به ما گفتن اوه گود جاب، تمام دنیا دست به دست هم دادن، فلج اطفال از بین رفت، دوباره پولیو برگشت. چون دید اونجوری هنوز وجود نداره. اینا هزینه دیده میشن، کسی هم نمیخواد این هزینه ها رو چه آفریقاش باشه چه جای دیگه. بالاخره ببین پوله، کی میخواد بره پول؟ به همین رو میگم به سم آلتمن که تئوری اباندنس رو میگه، بگی تو که خیلی اباندنس پول داری، بیا این پولیه رو لطفا. برای اونجا داره میگه که زیر مثلا نظر دولت آمریکاست. دولت آمریکا میاد این کارو میکنه، از شرکتاش مالیات رو میگیره پخش میکنه، که بعد همونا هم میگن مالیات نگیر. همونا هم میگن، یعنی ترامپ نگاه میکنی، ترامپ سال 2015 $500 مالیات داده بوده، گفته بود من ضررم. آدمی که هر روز خدا میاد میگه من اینقدر پول دارم اینقدر پول دارم، از من که یه مهاجر بودم اومدم تو آمریکا کمتر تکس داده. خب اینا ببین بهترین وکیلا رو میرن میگیرن، راهاشو پیدا میکنن. بعد حتی اون موقع که دارن قانون رو روش کار میکنن و اگه تو به اندازه کافی پولدار باشی، توی اون کمیته که دارن قانون رو تدوین میکنن آدم میذاری، آدم تو برای تو بکدور میذاره تو قانون و لایحه. خب تو انحصاری تو هم هست، تو یه آدم خیلی پولداری جزء مثلا 3 تا 4 تا برتر آمریکایی، تو بالاخره به یه روشی آدم پیدا میکنی تو اون کمیته که دارن، میدونی که دارن مثلا لایحه
مالیات رو چیز میکنه. نه آخه انقدر چیز پیچیده نیست. تو آمریکا تو میتونی دو جور مالیات بدی دیگه. یکی مالیات به اینکامت میتونی بدی، یکی مالیات میتونی بدی روی شرکتت. اتفاقی که میفته این پولدارا میان میگن که من اصلا اینکامم $1، من چیزی از این شرکتم ور نمیدارم، که همشو میذاره رو اون شرکت مالیات بده. شرکتم که میخواد مالیات بده این همه هیاهو میکنن که وای تکس کات کنیم فلان کنیم. چرا اینا رو میگن؟ برای اینکه وقتی شرکت داره 5% مالیات میده، معنیش اینه که اون بیلیونر پشتش 5% مالیات میده. من وقتی حساب کتاب میکنم میبینم 30-40% مالیات دارم میدم، ولی اون 5% maliat میده. برای اینکه راهش هم خیلی مشخصه، تو فقط پولتو میذاری تو کامپانی، اینکام فرمالی ور نمیداری، همه هزینه‌های زندگی تو میزنی پای کامپانیت، هر جا هم خواستی از کامپانی برمیداری، به عنوان سهامدارت برمیداری، اینکامش اصلا نمیکنی. یعنی تو میتونی همه کار زندگی بکنی، هتل بری، هواپیما سوار شی، همه کارتو بکنی و همه رو هم بزنی خرج کامپانیت، هیچی به هیچی. و سخته، انگار که تو بخوای دست ببری توش، کار راحتی نیست که این قوانین رو تغییر دادن. نمیدونم حالا چیزش چیه، یا مثلا مشوقاش کم میشه برای کسایی که بیزینس دارن یا ما دیگه نریم سمتش، یا اینکه تو از یه حدی بیشتر فشار بیاری بیزینس ها حتی از آمریکا خارج میشن میرن جای دیگه. اینو اونا میگن برای اینکه میخوان همینو بترسونن، ولی نه، کی همچین حرفی زده؟ اگه تو بگی به طرف بگی که تو وقتی بالای چه میدونم $100 میلیون نت ورث داشتی، اجازه نداری بگی من این کامم $10 $100 $1000 فلانه. اصلا مسخره است. خودتو مسخره کردی یا من؟ That's easy. آقا تو اگه داری میگی من نت ورثم انقدره، تو باید مثلا 1/10 انقدرش باید تکس بدی. تو نمیتونی بگی من 5 میلیارد نت ورثمه ولی بعدش به هر دلیلی بگی من چون اینکام ندارم تکس رو اینکام نمیدم پس فلانم. نه آقا جون، اگه تو رسیدی، همینم اینا دارن میگن. الان وقتی مثلا برنی سندرز همین میگه تو وقتی اومدی گفتی من بیلیونرم دیگه، آقا جان نه، یا این مسخره بازیه که ما بیام به تو بگیم اینکام داری بعد به تو بگیم نه من پول غذام و اتوبوسم و جت شخصیم و کروزم و هزینه‌های بیزنسم کردم. خب آخه that doesn't make any sense. میدونی تو باید مالیات اینا رو بدی as a person توی جامعه. تو باید بنظر منی که 40% مالیات میدم بدی. بعد اونا چی میگن؟ میگن بابا اگه این کارو کنی کامپنیا میره بیرون. معنیش اینه یعنی من میرم بیرون. داره تهدید میکنه. اون بیلیونره داره حکومت رو تهدید میکنه، میگه که تو این کارو بکنی من پولم هم دارم میرم ولی میدونه که اول آخر میخواد. سالها اینا گفتم ما میریم چینا، کدومشون حاضرن پشن برن تو چین زیر پارتی میدونی حزب کمونیست زندگی کنن؟ نمیرن. اینا هیچ کدومشون نمیرن. ولی باید حق این که بگم ببین تو اجازه نداری. مگه وارن بافت نگفته بود سالها، میگفت منشی من پرسنتج از من درصدی بیشتر مالیات میده؟ خودش گفته بود بنده خدا. حالا البته دولت آمریکا که چند ساله که راه حلش رو پیدا کرده دیگه. چیه راه حلش؟ پول چاپ میکنه راحت، یعنی بدهی آمریکا رو دیدی سر به خرید داره. اونم معنیش اینه که ما رو میترسونن از اینکه ببین بدهیمون رفت بالاتر ولی دوباره اکسپوننشیالی به قول تو نمایی پولدارتر میشه، ما فقیرتر، ضریب جینی رفت بالا. یعنی بازم میره تو جیب ما، بدهی رو ما میدیم. وقتی 2008 که من اومدم آمریکا این بانک‌ها داشتن میرفتن پایین، آخرش چی شد؟ اوبامایی که با تمام این چیزا مخالف بود گفت آقا نمیشه، اگه این گلدمن ساکس هم بره پایین کل آمریکا میره پایین، بیا پول بذاریم که گلدمن ساکس نره پایین. این اتفاق هیچ کدوم از اون سرمایه دارایی که بالای گلدمن ساکس و تو وال استریت بودن و این همه بیلیونر بودن بابت اینکه اینجوری فراد کرده بودن خونه اینا میدادن به آدمی که یک درآمدی چی نداشت، گفته بودن بیا وام مثلا 2% 3% خونه رو بگیر، چقدر درآمد داری؟ انقدر. اصلا افورد نمیتونه بکنه، بهش خونه داده بودن، باعث شدن یه اقتصادی بریزه پایین. کی ضرر کرد؟ ما سالها ضرر کردیم. ولی آخرش پول کی داد؟ اوباما. حالا به قول تو یه ذره پول چاپ کرده بود یا هر چی پول ما مردم بود رفت داد به همونا، گفت آقا لطفا نریزید پایین چون ما به گلدمن ساکس نیاز داریم دیگه، ما با این اقتصاد باید همینجوری نگه داریم. آره ولی دیگه الان چند ساله که آمریکا تبدیل شده به کشوری که دخل و خرجش با هم نمیخونه دیگه. همیشه اینجوریه آمریکا.
آره و این دیگه خیلی عدده داره بزرگ و چیز میشه. یعنی تو مقایسه، من فکر کنم چند وقت پیش سرچ کردم یه چیزی داری به اسم نشنال ولز دیگه. نشنال ولز آمریکا فکر کنم 45 تریلیون دلاره. نشنال ولز کل داراییاتو از توش بدهیاتو بکشی بیرون میشه نشنال ولز. این رقم بدهی ها هرچی میره بالاتر در واقع اون نشنال ولز میاد پایین و آخه اینه همین باید پرداخت کنه. من یه پادکستی گوش میدادم، خب میدونی که آمریکا اولین کشوری بود که این که پشتوانه طلا باید داشته باشی رو گذاشت کنار. یعنی سالها پیش وقتی پول اختراع شد خود طلا بود، بعدش گفتن حالا نمیخواد خود طلا رو بدی، این طلا رو بده من، بانک مرکزیم تو این صندوق نگه می‌داره، ما به جاش یه ورقه می‌نویسیم روش این ورقه که هیچ ارزشی نداره که تویی که تصمیم میگیری اون طلا رو به جای یه دونه طلا بنویسم 20 تومن یا بنویسم 200 تومن یا 2000 تومن، همش دست توه. بعدش این شدش که یه عددی در اومد، گفتن مثلا 20%شو باید تو صندوق داشته باشی تا این پولو بنویسی چاپ کنی. اینو کی از کجا در اومد؟ اینو آمریکا انجام داد دیگه. آمریکا اولین بار اومد گفت نمیخواد 1 به 1 طلا داشته باشی پول چاپ کنی، به ازای 1/5 هم داشته باشی اوکیه. بعد تو بانک مرکزی که مستقیم به مردم وام نمیده که، به بانک‌های دیگه چیز میده، یعنی بانک‌های دیگه هم دوباره پولشون رو میارن میدن، اون پولو ور میداره فلانه. یعنی بانک مرکزی حتی یه جورای لایبل بقیه بانک‌های دیگه هم میشه. 20 برابر این کارو کرد، ولی بعد تو میبینی آمریکا رشد اقتصادیش از بقیه اروپا رفت بالاتر دیگه، برای اینکه گفت من نمیخوام پشتوانه اینجوری گردش اقتصادی میره بالا. وقتی همه دارن خوب کار میکنن همه هی پول میارن. اما اگه یه روزی هممون بریم با هم پولمون رو بخوایم بدیم تو بانک آمریکا پول داره همه این پولی که در گردش رو به ما طلامونو بده؟ معلومه که نداره. یه جایی بعد گفت خب من که دارم این کارو میکنم، آقا بیا خودمون راحت کنیم، اصلا طلا رو بندازیم کنار. این دلار آمریکا اصلا خودش چی میگفتن بزنی زمین، یادم رفته میگفتن نه یه چیزی میگفتن یادم رفته میگفتن این دلار آمریکا خودش ارزش داره. یعنی یه جورایی ذهنیت اینو تو رو عوض کردن که آقا این اصلا دلار آمریکا، همین ورق کاغذی که میبینی به ذات ارزش داره. بعد اگه بگی چرا، میگه برای اینکه همه دنیا میخوانش. بعدم نمیتونی باش آرگیو کنی، سیریس که همه جا میخوانش. یعنی من تو ایران رفتم یه جایی موندم $30 دادم و قبول کردن آدما. خب حالا سوال بانک مرکزی‌های همه دنیا یه درصدی دلار دارن، یه درصدی یورو دارن، یه درصدی طلا دارن، اینا درصدی چیزای دیگه. مدل پشتوانه است. داستان اینجاست که بعد آمریکا رو این حساب کرده که آقا من اگر بخورم زمین همتون رو می‌خورم. آفرین، همینو می‌خواستم بگم. به خاطر همین تا وقتی هم همینه میگه که اگه من بخورم زمین که کلا پاشیدیم، انگار که من که مردم مهم نیست چه اتفاقی میفته. that doesn't matter. تا وقتی زنده ایم، حالا این سوال اینه، تا وقتی داره همینجور شکوفا میره بالا، هی بگو ما که داریم میخوریم، ما که داریم حالشو میبریم، این دتا هم بره بالا. کی داده کی گرفته؟ اصلا تئوری اینه که الان میگن ما که نمیتونیم این چند تریلیون دلار رو پولو بدیم، ولی همینه که باعث شده اقتصاد شکوفا باشه. به قول تو اگه یه جا تریپل کرد که دیگه who cares، میگیم sorry. اوراقو باید بفروشی و برای مثلا یه قسمتش رو عربستان میاد میخره، یه قسمتش رو چین میاد میخره. این اوراقو وقتی داری استحراز میکنی در اصل و این اقتصاد تو باید این جذابیت رو داشته باشه. تو میگی من اینقدر درصد برمیگردونم. ببین همه اینا به همدیگه متصله. اگر یک روزی کشورهای دیگه به اینجا برسن که این آمریکایی که من دارم میبینم سرمایه من در خطره، من فکر نمی کنم بتونه این پولو به من برگردونه، اونجا تو پولو نمیبری بذاری. آره دیگه. و نکته همینه دیگه، زمانی اقتصاد میریزه پایین که همه یهو با هم، مثل همون جریانی که گفتم، هممون با هم باید بریم از بانک بخوایم پول بکشیم بیرون. و چون احتمالش هر چقدر آدمایی که توی این اکانومی درگیرن زیادتر بشن، احتمالش میره آلموس میشه صفر. چقدر احتمال وجود داره همه مردم آمریکا فردا بیان برن بگن
ما پولمون رو بده، طلامون رو میخوایم. right؟ من فکر کنم بیشتر از اینکه ما مردم عادی نه مثال دارم میزنم، خواستم بگم رابطه کشورهای دیگه اهمیت داره. مثلا الان من شنیدم که چند وقت چین شروع کرده اوراق قرضه‌اشو داره میفروشه، پولش رو در واقع پس میگیره از آمریکا. خب اینا مثلا یه ترندیه، یکی اینه تو سطح جهانی. دو اینکه حالا بریکس خیلی تازه شروع شده، ولی خب اینا دارن یه نه بریکس که الان بریکس 30 ساله الان شروع شده. نه اون چیزی که یعنی در اصل بریکس الان در دوران افولشه، بخاطر اینکه برزیل وقتی شروع کردن گنده بود، الان بریکس خیلی کوچیکه دیگه، چیزی نداره. ولی من حرف تو رو قبول دارم. منظور حرفم این بود که آمریکا میگه تا وقتی من همه رو تو این اقتصاد خودم انقدر درگیر کنم، انقدر همه رو بکشم، چین و روسیه و فلان و اینا هم حتی به اقتصاد آمریکا نیاز دارن، چه برسه اروپا و عربستان و همه اینا، این میشه که احتمال اینکه 10 تا از این پلیرها همزمان بخوام پولشون رو بکشن بیرون و بگم میدونید چیه، آمریکا دیگه جای خوبی نیست، انقدر میاد پایین تا روزی که احتمال اینکه همه با هم بخواین کار بکنن، همه بخوان آمریکا رو تحریم کنن نیست. و این تئوریشون هم همینه دیگه، که اگه قرار بشه اون روزی برسه که ما مجبور شیم دتمون رو بدیم، یعنی کل دنیا کلاپس کرده و هیچکی نمیخواد ما کلاپس کنیم. تئوریشون اینه. حالا و البته همه چی نسبیه دیگه. یعنی مثلا شما وقتی میای سرمایه گذاری بکنی، شما یه $100 داری دسته، این شرکت ها که تو استاک مارکت سرمایه گذاری میکنی یا کدوم شرکت هستش که به هم بیشترین بازده رو میده و کمترین ریسک رو داره. و آمریکا یک برگه برنده که از قدیم داشته، هنوزم داره، جغرافیاشه که دوره از بقیه دنیا و با همسایه هاش هم دشمنی خاصی نداره و تعارض سرزمینی و پدرکشتگی و آیتومن و 100 سال پیش قبلا کالیفرنیا و تگزاس مال مکزیک بودن که ازشون گرفته دیگه، هم حالا مکزیک زورش نمیرسه، تعارضات حل کردن. اصلا بحثش هم نمیکنه. میدونی بعضی جاهای دنیا مثلا خب دیگه برای اینکه هنوز بحثش داغه. خب برای اینکه مکزیک زوری نداره که در مقابل امپراتوری آمریکایی که بالا سرش بخواد حرفی بزنه، که اینا تقویت میکنه این که تو ببری پول تو استیبله تو آمریکا سرمایه گذاری بکنی تا یه نقطه دیگه. دقیقاً. آره. و حالا اون تاپیک چیزو که از روش رد نشدی، من این نکته رو بهت بگم که چون در مورد هوش خیلی صحبت کردیم، چند تا تکنولوژی دیگه هم همزمان داره اتفاق میفته. یعنی ما توی برهه عجیب و غریبی از تاریخ هستیم. مثلا کامپیوترهای کوانتومی، همین رمز ارزها، دیگه ارزم به خدمتت که جین ادیتینگ، 3D پرینتینگ، نانو تکنولوژی، چند تا تکنولوژیه که هر کدوم از این تکنولوژی خودشون یه پولی هستن داره همزمان با این هوش اتفاق میفته که این هوش مصنوعی داره به عنوان سینرژی روش حالت سینرژی داره، هر کدوم از اینا رو بهش ضریب میده که زودتر اتفاق بیفته. و مثلا یه موردش به صورت خاص بحث انرژی که حالا گفته میشه که انرژی در نهایت فری میشه یا به سمت فری شدن داره میل میکنه. تأثیراتش خیلی تو زندگیه، هم تک تک آدمو خیلی زیاده و هم حتی تو به لحاظ سیاسی بخوای به قضیه نگاه کنی، آینده دنیایی که توش تو مثلا برسی به انرژی که تقریبا فریه، حالا یا خورشیدی باشه یا انرژی فیوژن باشه که میگن در آینده نه چندان دور، چند سال ما بیشتر فاصله نداریم که فیوژن بیاد. خب نه این که شما دارید امیدی با این فرضی است که ما همون ترند قبلی رو بریم، داریم همش صحبت میکنیم که ترندا فیوژن ها چون در جریانش هستم، چون کارم باهاش چیزا میدونم که خیلی هنوز جا داریم. خب ولی حالا بگو، نه کل حرفتو میفهمم. تأثیراتش رو دارم بهت میگم. مثلا تأثیراتش رو تو از چند سال پیش میبینی که مثلا یه کشوری مثل عربستان اون آینده رو واسه خودش داره تصویر میکنه که آقا اگر که نفت روزی تو دنیا به این شکل خریدار نداشت، من چه خاکی دوست دارم بکنم. مشتقاتش قطعا تا ابد چیز داره، ولی خود نفت ممکنه یه روزی اصلا یه چیزی بشه مثل حالت زغال سنگ براش اتفاق بیفته. یعنی یه سوخت کثیفیه دیگه، سوختی نیستش که کسی مطلوبیت داشته باشه براش. توی یه همچین شرایطی من عربستان که فقط نفت فروشم،
من چه خاکی تو سرم بکنم. بعد مثلا میبینی که ولیعهدش از چند سال پیش یه دفعه میفته به تکاپو، به زنها پرمیت رانندگی میده، اصلاحات رو شروع میکنه، سعی میکنه که شهر نئوم رو بسازه، بره سمت اینکه چیز بکنه، چی میگن، توریسم رو ایجاد بکنه واسه خودشون. میاد نگاه میکنه خب من که نمیتونم برم با چینه که مانیفکتچرینگ اونجا رقابت بکنم، بعد کشاورزی هم که نمیتونم تو سرزمینم بکنم، آپشن زیادی پس ندارم، من باید نهایتا یه مقصد توریستی بشم اگه بخوام خودم رو نجات بدم. بعد ببین توی سطح دنیا چقدر چیزا عوض میشه. یعنی مثلا کشورها شروع میکنن نقشه‌های جدید گرفتن، چیزایی که مثلا باور کردنی برات یه موقعی نبود که عربستان مثلا بتونه انقدر شل بکنه تو اصلاحات و اینا. بعد میبینی آقا ته داستان گره خورده به این که تکنولوژی و آیندهش رو به کدوم سمت میره. یعنی 20 سال دیگر رو داره میبینه، 30 سال دیگر رو داره میبینه، از الان باید شروع کنه دیگه. نمیتونه همون موقع بگه خیلی خب الان یه اتفاق افتاد چیکار میخوام بکنیم. و همینطور توی موازنه قدرت تکنولوژی جدیدی که داره میاد تو سطح دنیا، موازنه قدرت رو میتونه به هم بزنه. تمام ببین موازنه قدرت یه زمانی تو دنیا چجوری به هم خورده. یه دنیا اینجوری نبوده که غربی‌ها قوی باشن، که غربی‌ها از یه تاریخی قوی شدن. قبلش همیشه اقتصاد تو شرق بوده. نمونه واضحش که همه میدونن جاده ابریشم نشون دهنده این بوده که یه قدرت اقتصادی خیلی بزرگی توی شرق دنیا وجود داشته، این ثروت رو تولید میکرده، میومده از طریق جاده ابریشم منتقل شده به غرب دنیا و ما هم این وسط ارزش افزوده ایجاد میکردیم، اون ابریشم رو تبدیل میکردیم به فرش، نمیدونم کاسه بشقاباشون رو یه رنگ گلابی بهش میزدیم، اون وسط ما تو بیزنس کاروانسرا بودیم اون موقع. آره این وسط یهو چه اتفاقی افتاد؟ یه تغییر اتفاق افتاد که دنیا موازنش به هم خورد، از اون ور به این ور شد دیگه. مثلا کشتیرانی دنیا رو به هم ریخت. کشتیرانی که یه قسمت بزرگیش هم به خاطر کشف قاره آمریکا بوده دیگه. خب یهو قدرت‌های اروپایی به شدت قوی شدن تو کشتیرانی و نیروی دریایی و این داستانا، اومدن شرق دنیا رو گرفتن و خیلی چون پولدار بودن آنلیمیتد پول داشتن که بیان آقا مرسنری بگیرن، نیروی نظامی بگیرن، پراکسی وار کنن، هندی‌ها رو بردارن، سرباز هندی رو بردارن ببرن یه جای دیگه واسهشون جنگ کنه و مسیرهای زمینی رو همه رو ناامن بکنن. یعنی دیگه اون مسیری که زمینی بود اون رو آتیشش بزنن که آقا همتون متکی بشین به مسیر دریایی. خب یه همچین تغییری تو دنیا اتفاق افتاد. یه دفعه بر اساسش تهش رو دوباره نگاه می‌کنی می‌بینی آقا میتونی دوباره بگی تغییر تکنولوژی، حتی مثلا یه چیزی ارزون‌تر و الان ما دوباره نمیدونیم که آینده‌ای که داره میاد با این مختصاتی که ما داریم میگیم آیا یه همچین پارادایم شیفتی به لحاظ قدرت جهانی هم میتونه بذاره. Of course. نه ببین اصلا همین که میگه مختصاتش چجوریه، همین که میگه خیلی درسته که نگاه میکنی قدرت که جابجا شده مثلا بین کشورها اینا واقعا خیلی وقتاش با همین قدرت تکنولوژی بوده که یه تکنولوژی جدیدی پیدا کردن قدرت جابجا شده. بخاطر همینم اولم که اتفاقا با هم حرف زدیم آمریکا اینقدر درگیر اینه که فرض کن از AI گرفته تا سمیکانداکتور گرفته. میدونی الان مثلا تو همین چند سال واقعا الان تو این چند سال اخیر آمریکا عملاً جنگ با چین را انداخت برای اینکه مطمئن بشه چین دستش به TSMC تو تایوان نمیرسه. یعنی تایوان سمیکانداکتور مانیفکتچرینگ TSMC بزرگترین تولید کننده همه چیپ ها تو دنیاست که تکنولوژی اپلاید متریال که داچ هم هست دستش، یعنی اون بهش میده که بتونه چیپ ها رو تولید کنه. ولی در یه قدمی چین خیلی تلاش میکنه که دست به اون تکنولوژی برسه و آمریکا میگه همش 10 سال عقب‌تره. تیک تاک و آمریکا چقدر الان پرشر گذاشت یه چیزی که جلو میفته. مثلا تیک تاک خب خیلی قوی بود، الگوریتمش بهتر از اینستاگرام، خیلی بهتر گروث کرد، بعد خیلی اینفورمیشن obviously تو جمع میکنی
ولی آمریکا کلی پرشر بود که او این اینفورمیشن یوزرهای ما دست چی میفته و میفهمه اینا، ولی خب هیچ وقت نمیگن که خب اینفورمیشن بقیه دنیا که دست شماست باش کار نمیکنید، ولی خیلی فقط نگران اون ورید که خب حالا obviously من بازم به آمریکایی‌ها بیشتر تراست میکنم تا به چینی‌ها. ولی تمام پرشر آورد که به تیک تاک و گفت یا از آمریکا باید بری بیرون یا شاخه آمریکا تو به ما بفروش، پول میدیم که کل تیک تاک رو به ما بده، که خیلی هم جالب بود. تیک تاک آخر زیر فشار خم نشد، گفت نه ما از آمریکا میریم بیرون ولی به تو نمیدم، برای اینکه میدونست اگه الگوریتم مدل و دیتا رو بفروشه به آمریکا دیگه تمومه، یعنی به هیچ عنوان آمریکا قشنگ برمی‌داره. ولی این حرفی که میزنی کاملا درسته که اینا تو سمیکانداکتور که در واقع تو گفتی نانو تکنولوژی، در واقع سمبولش همین سمیکانداکتوره، تو AI، تو جین ادیتینگ و اینا، البته تو اونم چینی‌ها خیلی جلوان، ولی تمام تلاششون میکنه که دستش بمونه. کوانتوم خیلی تو کوانتوم، برای اینکه به محض اینکه یک کسی بتونه یک کدوم از اینا رو خیلی توش جلو بیفته، واقعا پاور شیفتینگه، یعنی میتونه یهو این ببین همین الان تو وقتی نگاه میکنی آمریکا یه دلیل این که با روسیه اینقدر دست به عصا میره جلو اینه که روسیه هممون میدونیم سالهاست از جنگ جهانی دوم به بعد زیردریایی داره که به موشک اتمی مجهزه، و تو وقتی اینو میدونی و میدونی که زیردریایی میتونی بیاد تا دم آمریکا هم بیاد پایین و فقط شانسی تو ممکنه بتونی پیداش کنی، وگرنه نمیتونی پیداش بکنی، و اون میتونی یه موشک بزنه که از زیر آب بیاد بالا بره مثلا سندیاگو رو تو آمریکا بزنی و خیلی حواست جمعه. بخاطر اینه که آمریکا اینقدر یعنی سیریوسلی اگه این قابلیت رو نداشت روسیه، من احساس میکنم خیلی آمریکا متفاوت شاید باش کار میکرد. آره، چون همین ترامپ هم چند وقت پیش دوباره همین حرف داشت میزد، خیلی جدی گفت ببین واقعیت روسیه چیز داره، بعد این قبول کنیم دیگه، واقعیتیه. یعنی مثلا داشتن اون تکنولوژی و نداشتنش، اینا که این همه تلاش میکنن ایران مثلا تکنولوژی نشه، و اینکه واقعا اصلا پارادایم رو عوض میکنه به قول تو. ولی حالا چجوری این پارادایم و کی که فعلا حالا اشاره که به جنگ روسیه داشتیم نگاه کنم چقدر جالبه که ما الان 2 سال از جنگ روسیه گذشته، الان تو داری تغییر تکنولوژی رو تو جنگ میبینی که 2 سال پیش که اینا شروع کردن اینجوری نمی‌جنگیدن، خیلی شبیه جنگ‌های کلاسیک بعد جنگ جهانی و حتی تانک‌های قدیمیشون و نمیدونم توپخونه‌های قدیمی یه چیزایی استفاده می‌کردن، بعضا 50-60 سال تکنولوژی قدیمی بود. الان جلوتر که داره میره می‌بینی چقدر درونا دارن شدت استفاده میشن، تا اینجایی رسیده که داره درون رو میبره بالا سر سرباز، یه دونه سرباز با درون. حالا یه دونه فوتیج دیدم تو اینستاگرام بود یا تیک تاک بود که به یه درونی تو اوکراین به جلوش یه چوب وصل کرده بودن، بسته بودن، نیزه درست کرد که میرفت دنبال یه درون روسی، این چوبشو میکرد تو پره‌های اون تا اون بیفته، بعد میگفت این دیگه ته تکنولوژی دعوا الان که واقعا خیلی سوفانی، یعنی اصلا خیلی جالبه، ولی اصلا نه لیزر داشت نه موشک داشت، چی نداشت، فقط با استیکه سعی میکرد اونو بزنه و بندازتش. و همین جنگ اوکراین و روسیه رو اگه فالو بکنی میبینی که مثلا سال دیگه این موقع احتمالاً چیزایی خواهید دید که بعد برمیگردیم که واو مثلا پارسال خبری نبود از این شد، چیز جدیدی چه چیزایی داره رو میشه. خیلی جالبه که ببینید تکنولوژی داره تاثیرش رو حتی روی جنگ میذاره، رو همه چی، یعنی شمولی واقعا باقی نمیمونه. که بحثمون خیلی طولانی شد، رو چیزای دیگه هم هست، رو بحثای جامعه شناسی هست، رو بحثای داخل خانوادگی هست، داخل فردی هست، روانشناسی فردی، همه اینا رو می‌خواستی تاچ کنی راجعش صحبت کنی؟ نه همه نه، ولی خوب بود. من هر وقت با هم حرف میزنیم همون احساس می‌کنم انقدر راجع به موضوعات مختلف حرف میزنیم و تاچ می‌کنیم، ولی خب فکر کنم جفتمون خب دوست داریم و خیلی چیزا هم به خیلی چیزا ربط داره آنستی تو دنیای الان. ولی به من حال داد اینکه بردی منو بالای
کشتی یاتتون بردیتون کروز سوار کردید اقیانوس برانا کجا هست اقیانوس آرامه. آرامه. دیگه اقیانوس آرام سوارمون کردید دمت گرم ولی مرسی که حرف زدی آره ببینیم این 2.0 جدیدمون به کجا میره ولی خیلی خیلی خوشحال شدم که با حرف زدم. نه کار خیلی قشنگی کردی امیدوارم که بتونی حالا من که اطلاعات چندانی نداشتم امیدوارم که بتونی آدمای با اطلاعات رو تو زمینه‌های مختلف تو آمریکا حداقل کم نداریم آدمای که خیلی ایرانیای جالبی هم تو آمریکا. من از اولی که اومدم آمریکا خیلی دوست داشتم که مثلا واقعا نگاه میکنی خب آدمای مختلف شاید هم نسلای ما بعضی هم قبلتر اومده بودن خیلی جاها پستای جالبی دارن کارهای جالبی انجام داده بودن. من دوست دارم به عنوان یه هابی آره یه نفر خلبان بازنشسته است تو آمریکا 30 سال 40 سال خلبان کرده شما می‌دونید خیلی اسپسیفیک باش در مورد تجربیات اون آدم صحبت بکنیم و کار خیلی قشنگی کردی خیلی خوبه مرسی. من که قبلی رو لذت بردم مطمئنم کارهای بعدی هم حتما لذتش رو خواهم برد. دم شما گرم. از اینکه باید حرف زدم کلی حال کردم. مراقب خودت خیلی باش. ساندی عالی داشته باشی. Take care. خدا حافظ.